برای بچه‌ها یو کوسو 私のソウルソサエティへ آره واتاشیوا یه توضیح بدیم که یو کوسو واتاشیوا سول سوسایتی باید بدیم. آره که مال آره. بیلیچه و آیزن میگه اگه اشتباه نکنم برعکس I have no idea واقعا نمیدونم. خیلی خوش اومدی اما اشکان با بچه‌ها میتونی یه صحبت داشته آقا باشی. مرسی از دعوت. قبل از چیزی سلام و درود بیکران. من خیلی فارسی رو پاس میدارم اگه بخواید بدونین و خیلی خوشحالم که اینجا عزیز دلمی من خیلی بیشتر واقعا از واسه افتخاره برایش بگم. بمب انرژی اصلا دورت بگردم. فقط یه مشکل است من گوشیمو نمیبردم سوالمو ازت بپرسم. این بده پس خداحافظ. خدافظ. خیلی خوش اومدی. من قبل هر چیزی من اصلا نمیدونم چه دریو وا کردم، یعنی اصلا هیچ ایده ای ندارم برای چی جهنم. چیه چه اتفاقی قراره بیفته برنامه چیه واقعا اینا رو نمیدونم. برنامه فایت کلاب. ببین قانون اول این راجبش با هیچ کس حرف نمیزنی. قانون دوم اینو بهم میگی چرا نه برای بچه‌ها، چون مخاطب چیزی که ارائه میدی برای تینیجرها خیلی خفنه. آره واقعا. ببین من صادقانه بگم همه جا گفتم، مثلا دیسکریپشن چنلمون هم مثلا اینو نوشتم که آقا مثلا فکر می‌کنین بازی فقط برای بچه‌هاست؟ نه it's not for kids. آها یعنی کل بیسش روی همینه که نه فقط برای بچه‌ها نیست. خب نه چیزیه که فقط خب نه اینجا فقط میگم اینجا دارم این حقیقت اینه که روزی که من می‌خواستم یوتیوب شروع کنم، حالا مثلا من یه معرفی هم بکنم اگه گوخوری نشه، اینه که آره میرم زیر میز. از سال 91 من مثلا تو صنعت گیم بودم، گیم دیزاین و اینا کار کردیم، موقع پروژه پی سی داشتیم می‌زدیم. بعد مثلا 91 آره بعد کارهای مثلا نقد و بررسی اینا چند تا رسانه انجام دادم که دیگه آخریش الان بازینامه است که خبر خوشی که اوپن کریتیک ما الان اپلای کردیم و نقدای ستون رو تو اوپن کریتیک می‌تونیم بچه‌ها بریزین اوپن کریتیک افتخار اماکشون رپ فارس جهانی شاخه گیم کریتوری ایران جهانی شد. آره بعد اینجوری بود که مثلا من یوتیوب می‌دیدم و اینا شاتات اولو بدم به کسرا کریمی‌تار عزیزم واقعا شاتات عمو کسرا بلد آره من اون موقع بازیکست می‌دیدم، بعد با خودم اینجوری بودم که حاجی من چقدر دوست دارم یه محتوا اینجوری بسازم. اینجوری بودم که مثلا بریم تو دانس دیگه، بریم شروع کنیم و اینا. دیگه محتوامون هم همینه دیده باشم بچه‌ها پادکست و فلان و تحلیل بررسی مثلا مثلا چاشنی اون مثلا یکم فنی‌تر و دیزاین‌تر حرف بزنن بهش اضافه کردیم و یکم کمدی‌تر. کل سوسش به نظرم همون چیز است، محتواست که خودتون اضافه می‌کنین روش. این صحبت روزمره رو که همه دارن. دقیقاً. بعد اون موقع ما اومدیم دیدیم که یوتیوب چقدر وضعش خرابه. بعد مثلا تازه اون موقع آره همه اینجوری ان که مثلا آقا گیم فقط دیگه ردد و لاستافاس و فلان و نظرات من نمیگم اینا بدن اصلا سوء برداشت نشه واقعا. اینجوریه که دیگه مثلا فقط اینجوریه بعد یکم بچه بازی شده بود. بعد ما گفتیم که آقا ما حرفایی که می‌خوایم بزنیم احتمالاً حال نمی‌کنن ملت. آن پاپولار اپینین نظریه نامحبوبه. استارت خورده اصلا. گفتیم که حال نمی‌کنن اینا. من اسم چنل گذاشتم نات فور کیدز، یعنی داداش اگه بچه سالی بچه اینا اینجا نیا اصلا مناسبت نیست. خب سه چهار تاشونو نام ببر کیا به نظر بچه سالن و نباید بیان تو کانال. مجازات رو به من بدید. توضیح ندادم. شما دو تا سوالو میتونی لغو کنی، دو تا سوالو میتونی رد کنی، بگی جواب نمیدم. سوال سوم لغو شو، میگی کنسل هستم، ما این سوالی که کردی انقدر حال نکردن شو کنسل، همونجا ویدیو تموم میشه. اگه به دو تا لغو رسیدی سومیو خواستی لغو کنی ولی برنامه تموم نشه سوس تندو بازی میکنم آبشار نایاگرا فالز. بد میشه. من این سوالو لغو میکنم چون نه خیلی آلردی انقدر شاید بچه‌ها ندونن پشت پرده انقدر هستن کسایی که شاید شما میشناسین دوستشون دارید که در تلاشن داستان کنن برام، یعنی آلردی من دارم دراما داج میدم همینجوری یکی دو ماه اخیر دارم داج میکنم فقط و اینو بگم دیگه میترکه خیلی. خب پس صبرش کنیم یکم صبرش کنیم یه خورده صبر پیش بریم. چرا پرینگلز و دشمن پلنگ صورتی و کیا دیگه گادپوری مجوز چرا لوگو سیبیله اصلا چی شد که یو به سیبیل؟ خب مثلا همون میشه نات فور کیدز مثلا بچه اینجا نرید و بچه سال منظورم نه که مثلا خیلی شای بچه بازه لوگو با اون سیبیل این شکلی نات فور کیدز میگه نیا اینور. بعد گفتم که مثلا نقطه مقابلش چیه؟ فاز یه نفری که گیمره، بعد مثلا یه پیرمرد باحال و کسی تو ذهنت بود؟ نه حقیقتش بگم نه یعنی رو تامنیلای اولم که خودم میزدم موقع خیلی چپ و چول مثلا همین بود. مثلا واکترو بلادبورن می‌خواستم بذارم مثلا هانتر بلادبورن رو گذاشته بودم، بعد این عینک و سیبیل و کلاه کاراکتر خودم گذاشته بودم. ایده باحاله. آره بعد الان که دیگه خیلی تغییر کرد لوگومون، ولی خب می‌خوایم که مثلا چیزو داشته باشه آقا نماد گیم و ترجیحاً گیم حالا رترو یعنی قدیم و اینا. سیبیل کلاه یعنی یه پیرمرد وسترن کول باحال که اهل گیم هم هست و اینجور داستانا. یعنی کاراکتری که تو ذهن درازت باحاله یه پیرمرد وسترنی خداییش آره چرا با ردت مشکل بود؟ چون پیرمرد نیست. باورم نمیشه یه جوری داج میده سوالا رو هیچی نتونی بگی جدی. آقا یه سوال حالا اصلا کاری با ردد و هیت و اینا نداره. چرا همه ویدیوت کلابه؟ یه دونه ویدیو این قضیه جی جی سیجل میگه چی میگم نمیتونن کنسرت سولو بذارن. مثلا کنسرت سولو بذاری کدوم ویدیو تو؟ البته واقعا کاش فوش من میدادی با جی جی سیجل. کیو بگم سینما فی مثلا؟ آره من چون فینگرشره بگیرم
لینک بدهی بالا آوردم کاری. من کلاب فازش این بود که اوایل مثلا چنل رو با فیروز شروع کردم دیگه. فیروز و شاتات دوم. فیروز واقعا داداشم، یعنی یه سریا بعضی موقع مثلا توی سری ویدیوامون فیروز نیست، بعضی فکر می‌کنن فازی هست بین ما، مشکل. نه حاج، فیروز واقعا برادر نداشته من، یعنی برادر خونی ندارم، برادرم فیروزه، اینجوریه و هیچ داستانی نداره. یعنی جای فیروز نیست، مطمئن باشین که اون بازی نکرده که تو دلش نمی‌خواسته باشه. یکم گشاده، دقیقاً بگم بهتون، یکم بیشتر از یکم. شات اوت تو فیروز، واقعا فیروز پاینده باشی امیدوارم. و ان شاءالله فیروز پاینده، فیروز و فاینده باشید. و اما مثلا با فیروز شروع کردیم و با یکی از بچه‌ها که نمیخوام نام ببرم شروع کردیم گفتیم آقا گپ بزنیم دیگه. چون مثلا ایدهمون چی بود؟ گفتیم آقا فرم بازی کسی که تو ذهنم بود گفتم پادکست گپ و گفت و اینا. بعد اینجوری که حاجی ما رندوم میشینیم دیسکورد با هم راجع به بازی حرف میزنیم، خیلی صحبتای باحالیه. چرا اینو مثلا نه یوتیوب برنامه‌اش کنیم ببینیم که بازخورد میگیره نمیگیره چه جوری اینا، که کم کم به فرم الانمون رسید. من عمیقا معتقدم 6 ماه چنل ما فرم گرفته. جدی بعد از این همه مدت از معتقدی اخیراً مثلا از بازیوسکوپی به اینور من معتقدم فرم گرفته، چنلمون فرم خودمون رو داریم و برای همین من ببین صادقانه بگم محتوای اسکریپت دوست ندارم، یعنی آدم اون کار نیستم. یعنی متن نمیتونی بنویسی بری متن رو اجرا کنی؟ ببین میتونم خب این اصلا چه دیس میکنه منو یعنی فلجی یا خیلی گلوریا خریدم قسمت اول هنوز اینو باید بتونیم تو هزینه کردیم. آره من اسکریپت اینجوری هم که خب همه که دارن این کارو میکنن، ما بیایم که من به این خیلی معتقدم که واقعی باشیم. یعنی خدا شاهده حالا بچه‌هایی که اینجا حالا پشت صحنه هستن، خود نتی که اینجاست و اینا، هر کی منو میشناسه میدونه این چیزی که جلو دوربین از من میبینین کاملا پیور همونیه که من پشت دوربینم. یعنی هیچ تفاوت، تنها تفاوتش اینه که پشت دوربین یکم دلغک‌ترم از دوربین، یکم حیاترم از واقعا. و اینجوری بودم که آقا واقعی اصلا چه کاری اسکریپت و فلان و مثلا اون موقع یادمه بچه‌ها بهم میگفتن مثلا آره یه هویت برای کاراکتر یوتیوبیت خلق کن و فلان. اینجوری که نه من خودم دوست دارم خودم باشم و حرف بزنم اینا. و آره چی داشتم میگفتم کلاب و اینا. دیدم که گپ بزنیم، سر همین به گپ و گفت و اینکه آقا راجع به یه مسئله‌ای مثلا 3 نفر 4 نفر 2 نفر جمع شیم، نقطه نظرهای مختلف راجع به اون مسئله بعد با هم بحث کنیم. الان ویدیوهای ما شاید یه سری‌ها مثلا فکر کنن نیست واقعا، یعنی مثلا من بازیو میدم مثلا مهمونا، مثلا بلادبورن به مهدی گفتم آقا بازی کردی / شاتات بعدی شاتات تو مهدی / آره گفت که آره. به عموسیا گفتم عمو بلادبورنو که خوردی شاتات بعدی گفت که آره. چیو گفتی من داشتم به اسلش چشمک زدم تو عموسیا هم اونوری اونایی که میدونن عموسیا. آره مثال بزنم. بعد مثلا اینجوری بودم که آقا فلان مثلا بیایم تو ویدیو، آقا هر چی میدونین نبازی بیایم تو ویدیو راجعش حرف بزنیم. مثلا دقت کنین ویدیوهای ما وسطش یه دفعه جنگ و دعوا هم داره. آره فیروز نه اینی که تو میگی چیه، نه این نیست و فلان. من این مدل رو خیلی دوست دارم، برای همین سعی دارم که کلاب زیاد باشه. تا حالا شده توی ببخشید تا حالا شده وسط اون کلابی که داریم میزنی دعوا شه؟ نه دعوای لیترال نه، ولی یه بار واقعا با فیروز ریدیم رو مخ هم دیگه. یعنی تو و فیروز مقابل هم آره سر یه مکانیکی بود تو بازی. فیروز میگفت این چرا اینجوریه، ویدیو متال گیرمون دیگه که خدا رو شکر داشتیم ضبط می‌کردیم، فرزاد میکروفونش ترکی تو اون لحظه. این از اتفاقات باحاله و یعنی صدای من نمیدونم فیزیکال چه اتفاقی افتاد ولی صدای موشک بالستیک اومد تو ویدیو. من یه لحظه حس کردم که جنگ 12 روزه بعدی داره شروع میشه و اینجوری شد که من مجبور شدم اونجا رو حذف کنم. ولی اونجا جاییه که منو فیروز به طور جدی داریم با هم بحث می‌کنیم. فیروز میگه این مکانیکش من اینجوری هم که تو غلط کردی که فیروز میگه تو گو خوردی که من غلط کردم تو این مدل قشنگ داریم میزنیم تیکه پاره می‌کنیم. یعنی جایی که میتونه نقطه پیک ویدیو باشه میکروفون فرزاد فانی. شات تو فرزاد فانی، شات تو دبستی. خب خدمت درس کنم که کجا بودیم؟ همین دیگه گفتی دعوا شده، مثلا میگم دیگه نزدیکترین تجربه به چالش بسیار زیاد همین بوده. آره چه باحال. پس اونقدری آدمی نیستی که بخوای با جر و بحث و دعوا خیلی مذاکره، خیلی اهل حرف زدنم. بشین تا وقتی میشه حرف زد راجع به موضوعی چه کاری. تا حالا موضوعی پیش اومده با یه شخصی که نتونی با حرف زدن حلش کنی، ریج بزنی؟ واسه چرا میگی آدم مذاکره؟ خب نه اونا تو ویدیو نبودن که بیرون ویدیو. آیا رل قضیه یه ویدیو مثلا همین یه سری درگیریایی که حالا همه دارن تو روزمره. آره گفتم روزمرت اخیراً اصلا چطوره؟ جدیداً داری چیکار می‌کنی؟ خیلی جدیداً بچه‌هام بدونن ازت. من الانی که داریم ویدیو رو ضبط می‌کنیم هفته دومیه که بعد از 3 سال و نیم برگشتم به بازی سازی. بنازم ماشاءالله. یعنی بعد از این همه مدت چی شد که یهو گفتی برگردم به دنیای واقعیتشو بگم شاید حالا مثلا بچه‌ها باورشون نشه من تو این مدت همه کار کردم. یعنی چون مثلا مخصوصا دیگه متأهلم شدم و اینا یه چند ساله نوکرم اینجوریه که عزیزی اینجوری بودم که دیگه واقعا نوشت خرج زندگی واقعا شوخی نداره و باید کار کنی هر جور شده و اینا. حالا درآمد یوتیوب هم واقعا اونقدی نیست که بشه روش حساب کرد اصلا و هر کاری که فکر کنی. من دیگه اخیراً بچهای پشت صحنه شاهدن که تیپ هاکس کار می‌کردم بسته تحویل می‌دادم این برام. آره بچه‌ها ممکنه یه بسته سفارش بدید این نات فور کیز اومد
الان بسطون آوردم میگیری چی میگم. آره اسنپ تیپا هر کاری فکر کنیم من حالا هر راهی بوده آیارل یوتیوبر ایرانی واقعا. آره واقعا و اینجوری بود. بعد دیگه رفیقم یه پیشنهاد خیلی خفنی داد. شاتات میخوام بدم به کسی که شاید شما نشناسین، محمد تاجریان که واقعا اونم مثل داداشمه. محمد تاجریان یکی از لیترالی بهترین کدنویسای گیمینگ ایرانه، یعنی واقعا کارش خفنه. آندرریتد. آره محمد بعد کلی وقتی که مثلا خودش کار کرد و تو چند تا استودیو رفت و درگیری اومد بیرون اینا، شرکت خودش رو تأسیس کرد و آره یه جورایی اینجوری کرد که آقا ریونین کنیم اون رفقای قدیمی که پروژه‌های قدیمی رو همه بیایم تو شرکت. یعنی الان دارید یه پروژه جدید جلو میبرید. آره الان یه پروژه موبایل که آنگوینگ داریم، یعنی لانچه و ایرانی. آره یه بازی کارتی ایرانیه. صادقانه بگم بیشتر بخاطر درآمدشون داریم کار می‌کنیم که یه سرمایه‌ای تو استودیومون باشه. بازی کارتوپیا اگه دوست داشتین دانلود کنین فیدبک بدیم بهمون. یعنی بازی الان بیرونه. آره لانچه. آره کارتوپیا. آره اونو داریم کار میکنیم. یه پروژه استیم تو برنامه داریم، یه پروژه وی آر خودم گرفتم دارم دیزاینشو انجام میدم و هست 2-3 تا سورپرایز داریم که نمیگم اون بیاد بیرون، واقعا میخوام برای لانچش سورپرایز باشه. این چیزای خفنی که گفتی و جدا اصلا یه سورپرایز بزرگی هم هست. یه سورپرایز خیلی خیلی باحاله که اصلا تکنولوژیشو ببینن بچه‌ها تا الان تشتکتون میپره که اصلا تو ایران یه نفر داره همچین پروژه‌ای کار میکنه. یه چیز خیلی عجیب غریبه. بعد توی اون تیمی یا توی اون خود تنها داری انجام میدی؟ نه تیمیاتو آره تو اون تیم. آره همون تیمی که نام بردی الان. کور شرکتمون استودیو وارشیپ، کور شرکتمون 4 نفریم که به هر سه تاشون شاتات میدم. محمدو که گفتم، علی خرمشاهی استعداد ناب کدنویسی و عماد غفوریان که اونم از دیزاینرهای خیلی خیلی به افتخارشون. بچه‌ها خیلیه. شما یه لحظه تصور کن ما داریم توی کشوری زندگی می‌کنیم که محدودیت از همه نظر 100% و یه نفر میاد قبول میکنه این موضوع رو و زندگیشو میذاره پایه این موضوع که شما چیز خفن تجربه کنید. سلام کنید به همه‌اش. من نوکرم به خدا. چک دیگه چیکار می‌کنید جز گیم و اینا که بک سنگین زدی؟ دوستان بدونم اون بغل مقاله داری سوسکی اون بغل مقاله خیلی وقت دوباره برگشتم تو موسیقی، ساز میزنم و اینجوری. دوباره مثلا روحیاتم یکم لازم داره. یعنی واقعا یه سوال، ساز میزنی که آروم شی یا آروم میشی ساز میزنی؟ نه ساز میزنم که آروم شم. خیلی اینجوریان که آقا من فکرم درگیره، مثلا شما میگید هنر یا ساز یا نقاشی ذهنتو آزاد میکنه، من تا ذهنم درگیره اصلا نمیتونم برم سمتش. یعنی تو من اینجوری نیستم. من اتفاقا مثلا دیگه کیاس خارمادر که میشه خانومم میدونه مثلا تو خونه فکرم درگیر میرم مثلا. بعد آدم اورتینکری هم هستم به شدت، نه که شعار مار بدم من نه واقعا هستم، یعنی اصلا میخورم خودم میخورم قشنگ. یه دفعه مثلا همونجوری که تو خونه دارم میرم میام اینا، یه دفعه تنبور رو برمی‌دارم میام میشم شروع کردم زدن. بعد داری فکر می‌کنی. یعنی اصلا حواست نیست داری چی می‌زنی، داری موضوع رو هندل می‌کنی واسه خودت. خیلی خفنه. مثلا این خیلی کمک می‌کنه بهم، خیلی روانت سالم بمونه، استیبل بمونه. چی کارای دیگه واسه سالم نگه داشتن روانت توی این شرایط می‌کنی؟ خیلی واسه جالبه جز ساز زدن. رابطه سالم و خفن با همسرم. این خیلی فخره. این خیلی خفنه. 10 بار تو رو واسه اصلا میگی میکوبیمت. من به خدا اصلا نمیخوام چسناله کنم و احساسی و فیلم و اینا. همسرم بهترینه واقعا. کنار من بوده، بدیای منو دیده، سختی‌ها رو دیده، تحمل کرده، خیلی به من انگیزه و انرژی داده و نمیتونستم، یعنی قشنگ بلک اوت می‌کرد ذهنم اگه خانومم نبود. و خیلی میگه اگه خانومت نبود ما چنل یوتیوب تو نداشتیم. 100% من 3 بار می‌خواستم کویت کنم یوتیوب رو دیلیت کنم و خانومم نذاشت و اصلا نشست با من صحبت کرد. نه اوکی نمیخوام. آره و نشست صحبت کرد دیگه زیاد پر رو میشم و آره اینجوری خانومم واقعا جالب. پس چیزایی که سین یا همون روانت رو سالم نگه می‌داره، یکی موسیقیه، یکی خانومت چه زندگی سوبری داری. خیلی واقعا بچه‌ها باور می‌کنن که همین آدم پاکی ام. واقعا یعنی فقط همین دوتا. چیز دیگه ای نیست که کار عجیب غریب خاصی رو بکنی، سرگرمی عجیب غریب خاصی داشته باشی. دوست داشتم ورزش دوباره ادامه بدم، نمیتونم به خاطر من فوتسال. اینم یه فکت. حالا ویورا میگن چقدر گوخوره این نه میرم زیر میز شواف میکنه و فلان اینا. بچه من فوتسال حرفه‌ای بازی میکردم، یعنی تا جوانان حتی من تو تیم گیتی پسند بازی میکردم و آسیا ویژن و فلان اینا. آره و ربات صلیبی پاره کردم، همون با ربات پاره رفتم خدمت، برگشتم شکم آوردم، زانوی ناسالم، دیگه نمیتونم ورزش کنم. دیگه نمیشه دیگه اصلا بخوایم فکر کنم فقط تردمیل بتونم. آره 2 تا سالن آخری که رفتیم شکست روحی خوردم چون نمیتونستم بدوم درست و اینا. چه از دست دادن کاری که خیلی برات اصلا سرگرمی خیلی ناراحت کننده. دوستم توضیحش بده. خیلی دوستم ببین خیلی یعنی من یه بار اینم باز مثلا منشن کنم، نشسته بودم داشتم اکسپلور اینستا میچرخیدم برای خودم، بعد اصلا یه دفعه بغضم گرفت، اشک از اینجا اومد پایین. بعد خانمم گفت چی شد فلان، اومدید یه دونه کلیپ بود پسرم میگفت آره وقتی سنت میره بالا و دیگه میفهمی که مثل قبل نمیتونی فوتبال بازی کنی. و من این حسو کاملا تو آخرین سالونایی که رفتم تجربه کردم که واقعا دیگه نمیتونم داری دونه اصلا میبینی داری از دستش میدی و هیچ کاری نمیتونی بکنی براش. خیلی ناراحت کننده دیگه. تمام تلاشم اینه که بگم آقا دیگه مووان، یعنی اینجوری که گذر کردم از اون برهه. خیلی تو اگه از این مووان کرده باشی فکر نکنم چیز دیگه تو زندگی باشه که نتونی ازش مووان. یه 2-3 تا آدم انگل هستن نمیتونن ازش مووان کنن. منفی شات اوت چیه؟ یه فوش بدیم به
من نام نبرم ولی هر کسی ناتفوکیز رو دنبال میکنه دو سه نفر رو میشناسه که من واقعا نمسیس منن اونا کاملا خودت میگم منم کاری باشون ندارم اونا ما کار. خب بذار یکم فعلا حاشیه دور باشیم. آره صبر ویدیوی اولی که گذاشتی تو کانال یوتیوبت قضیهش چی بود؟ چرا اصلا چی شد که یهو گفتی ای وقت ناتفوکیز ویدیو ایده فلان بریم؟ میگم همون قضایی که اول تعریف کردم که چرا ناتفوکیز و اینا و یه رفیق داشتم محسن مدبر که الان خیلی سال با هم در شات اوت تو محسن. آره شات اوت تو محسن مدبر. اگه میبینی دلم برات تنگ شده واقعا. دلم اشکان تنگه و خیلی وقت با هم در ارتباط نیستیم. محسن اون موقع ادیت ویدیو اینا انجام میداد، بعد مثلا توی شرکتی بود که کارهای محتوا سازی انجام میداد، مثلا سفارش میگرفتن اینا. و من گفت حاجی تو واقعا بازی ساز هستی، منتقد بودی، نوشتی فلان و این همه حرف میزنی فان باحال اینا، چرا نمیای یوتیوب بزنی؟ و من اینجوری اتفاقا خودم تو فکرشم، ولی خب من آدم گوشادی بودم حقیقتش میگم، خیلی نمیره، فقط بهش فکر می‌کردم. آره و محسن خیلی منو پوش کرد و ویدیو اولام محسن ادیت کرد. یعنی آره دمش گرم برام ادیت زد گذاشت. ادیت ساده مثلا گفت سریع ویدیو بذار بالا اصلا فیدبکش رو ببین. ادیت پادکستی که خودمون آره دقیقاً اول و آخرش رو وسطش یه کاری می‌کنیم. و اون موقع من هنوز نه کلابی می‌کردم نه بچه، مثلا من با بچه‌ای مثل راوی و تاها و کامپیوتر کا شات اوت تو راوی کامپیوتر کا پسر آره. با اینا از قبل یوتیوب اصلا رفیق بودم سر جریان‌های دیگه، ولی مثلا اون موقع هنوز کلاب و اینا نداشتیم که حالا مثلا اسم من دیده شد. اصلا اون موقع یوتیوب کلاب نداشت. نه نداشت. آره این چیزا رو نداشتیم، ولی برام جالب بود که ویدیو اولی که گذاشتیم، یعنی من چنل رو زدم یه لوگوی داغون که این سلفی‌ها که مثلا میگیری از خودت، ای کاش اون 4 تا اسست ان خودم ورداشته بودم سرم کردم گذاشتم لوگو با رنگ صورتی دزدی، اصلا خیلی بد بود. وای صورتی دزدی. آره واقعا با اون وضعیت من ویدیو اول گذاشتم 450 تا ویو خورد. من اینجوری بودم، من خیلی تو هفته اولش و من خیلی هیجان زده شدم، گفتم این چه کار باحالیه. بعد افتادیم تو افت. چرا؟ چون مثلا یه تله‌ای اینو واقعا دوست دارم به کسایی که میخوان محتوا سازی کنن بگم. و میافتی توی تله‌ای اولش میای محتوا میسازی، بعد میگی خب بقیه دارن اینو میذارن منم بذارم، مثلا واکتورو بذارم فلان. بعد افتادم تو تلش، رفتم هی ویو ریخت و ساب کم گرفتم اینا و میگم کم کم رسیدیم به این فرمه که آقا ولش کن. واکتورو می‌کردی و همه چی داشت پس رفت می‌کرد. آره من واکتورو بلادبورن گذاشته بودم. بازی خفنی هم داشت. دقیقاً بازی که دیگه میدونین خورش هم هستم من. مشخص. واکتورو گاد آف وار گذاشتم، گاد آف وار رگناروک که اومد من شروع کردم. یعنی من روز عرضه اولین ویدیوشو دادم. جز اولینا بودم. با اینکه چنلم مثلا ایمپرشن خاصی نداشت اون موقع. و بعد یه تایم اینجوری شدم که نه آره اینجوری این محتوای من نیست واقعا. اصلا استریم هم می‌کردی یا فقط ضبط می‌کردی میدادی؟ من تجربه استریمم قبلش برمیگرده به چند تا بچهای دیگه که قدیم استریمرای خفنی بودن الان نیستن. مثلا دوست داری اسمشون رو بیاری؟ آره مثلا یه کاوه بود رفیقمون، شات اوت تو کاوه ایفیارسل لایو. من نمیدونم الان واقعا ایفیارسل لایو مثلا کجاست. آخه واقعا حقیقتش زندگیه دورت بگردم. هیچ خبری ازش نداریم که کاوه کجاست، ولی اینجوری بود که مثلا اون موقع ما مثلا اوورواچ بازی می‌کردیم، ما تو استریم کاوه بودیم. ما مثلا اوورواچ استریم می‌کردیم با کاوه و اینا تو استریم‌های کاوه. چه بازی خفنی. بعد مثلا در این حد که میا پلیز مثلا مهمون استریم ما بود یه بار، مثلا میومد بازی می‌کرد. خیلی گنده. حالا برید دنبال رهی. ببخشید اینو نمیتونستم نگم. آره خیلی آدم گنده‌ای بود کاوه واقعا اون زمان. بعد دیگه استریم نداشتم تا رسید به همین یوتیوب و ویدیو اول یوتیوب همین شد. گفتم فیروز بیا اصلا یه ویدیو ببینیم رندوم از که اخیراً چیا بازی کردیم. خب و با یه نفری که اول ویدیو گفتم نمیخوام اسمشو ببرم که آدم معروف و معتبری هم بود اون موقع، ویدیو رو گرفتیم و گذاشتیم و دیدیم که باحاله جواب میدادم بهت چیز باحالیه چسبید بهم. آره بعد میگم افتادم تو تلهه، بعد دوباره به خودم اومدم به فیروزم هر بار مثلا میگم فیروز مثلا یه سری ایده ها میاد، اوکی یه روز بذار کانال دوم بزنیم اینا رو اونجا بذاریم، بیا اینجا تمرکز کنیم رو تحلیل بررسی پادکست فان فقط. و فرم فان برای من مهمترین چیزه، فان خوش بگذره، قرار خوش بگذره. یعنی تو میای توی ویدیو که صرفا خودت بهت خوش بگذره چون بهت خوش میگذره میای تو ویدیو. اینو تو خیلی فرق ببین چون بهم خوش میگذره، چون مخاطبا انقدر با عشقن. یعنی من اینجوریام که من چنلم میدونین دیمانیتایز شد سر خیلی ماجرای دارکی داره، اصلا نمیخوام واضحش کنم که زیرابمو رفتن زدن اینا، دیمانیتایز شد و من 3 ماه کامل یعنی $1 هم درآمد از یوتیوب نداشتم در حالی که آپلود داشتم. شما آیا یادتونه من توقف کرده باشم؟ هیچ کاری من به راه داشتم ویدیو می‌ذاشتم. همین پرسیدم. مثلا بچه‌ها میگفتن آقا این ویدیو خیلی حیفه نگهش شما. گفتم ما مهم نیست، داریم با مخاطب حال می‌کنیم، اینی که حرف می‌زنیم گپ و گفت می‌کنیم عشق می‌گیریم این خیلی بهم حال میده، واقعا حال میده. و حالا قرض زدن ویدیوهای استریمرهای ایرانی وقتی میگن یوتیوب سابش ریخته. آره چرا دونیت نمی‌کنی؟ بابا چرا واقعا دیگه این حرفا رو نداریم. دونیت کنید بنده خدا استریم کنن دیگه زندگیشون بچرخه. آره و ما اینجوری ما اینجوریم که نه هیچ فازی نداریم واقعا. یعنی اینی که داریم دور هم خوش میگذرونیم بیشترین چیز. اولویت هم درآمد یوتیوب نیست. اولویت چیه؟ اینکه خوش بگذرونی با مخاطب؟ فرهنگ سازی چی؟ فرهنگ سازی گیم درست، دانش گیمی ملت بره بالا، اینقدر همه چیزو سطحی نبینن، سلیقه سازی درست. خب بذار یه چیزی ازت بپرسم، تو که اینقدر به همه چی گیم و کانتنت ریزش اهمیت میدی، کسایی که میاری تو ویدیوهات، کسایی که باشون کلاب زدی، از چه فیلتر خاصی رد میشن که میان تو کانال اما اشکان یا اما اشکان بهشون میگه بیاید تو کانال من ویدیو بساز؟ از چه فیلتر خاصی؟ صادقانه میگم فیلتر اول این که با
طرف حال کنم. کاملا شخصی. آره شخصیه کاملا. طرف آدم باحالی باشه، باعث باشه، خودشو نگیره و اینا. شاید بگین تو چنلت اینجور آدما بودن. من از همه عذرخواهی میکنم. بله بودن. واقعا متاسفم. دو سه تا کلاب تاریک دارم. بگم اسم بیار دکمه میزنه نمیگه. یعنی دکمه نمیگم و میزنه. برای همین نمیخوام ازش بگیرم دکمه. آخه واضحه. الان مثلا یه عینک دودی گرد بهم بدی مثلا میشه یکیشون. و ناراحتم با اینا کلاب داشتن. پشت صحنه داره چه رسومه میکنه آجی از اول ویدیو. ناراحتم که مثلا کلاب با اینا داشتن تو پاشم. یعنی اگه برگردی عقب هیچ وقت باشون کلاب نمی‌کنی؟ تمام ویدیوهاشو پاک کردم. کلابایی که با هم داشتیم معلومه که برگردم کلاب نمی‌کنم. نه برگردی تو چنلش نیست پیداش کنید دیگه. آره برگردین پیداش نمی‌کنین. ولی خب آره طرف باش حال کنی، باحال طرف خودشو نگیره، آدم خاکی باشه، باحالش مشهور بشه. دو یک چیزایی حداقل از دیزاین بازی بدونه. اینقدر سطحی فقط نباشه که بازی یک داستانه و یک گرافیک. عمیق‌تر بشه تو بازی یعنی که بتونی با هم حرف بزنی. آره یه دانشی داشته باشه. فیدبک بگیری، فیدبک بگیری. این دیالوگه بتونه شکل بگیره. یعنی اینجوری نباشه که خیلی سوبر بیایم مثلا مثل یه سری برنامه‌ها یه نفر تو ترنش راجع به فلان حرف بزنه، بعد ترن اون تموم شه نگاه مافیاست. اون یکی تو ترنش راجع به اون نه بعد کل نگاهش هم تو اون لپتاپ است. آفرین. و ما می‌خوایم با هم دیالوگ کنیم تو برنامه. مثلا حال میده. این رفت و برگشت خیلی بهم حال میده و این برام مهمه. این خیلی برام. این فیلترم اینه. تا حالا شده ویدیو بخوای بسازی، کانتنت در بیاری، پلی کنی، رکورد بزنی، کلا موضوع عوض شه؟ آره کاملا. ما اصلا ویدیو ورسز هالو نایت و چیزمون بلاسفنسمون همین شد. ما رفتیم تو که بگیم آره اصلا چرا از اون زودتر ویدیو ورسز یعنی چند تا ویدیو که میگم چون اصلا اسکریپت نیست، خیلی اتفاق میفته واقعا. ویدیو ورسز رزیدنت ایول و سایلنت هیل اون همین بود که اصلا اوترو آخر ویدیو ببینیم و اینترو ورسز بعدی رو ببینیم میترکی نخنده که ما نشستیم با هش اسلش و فیروز شات تو جفتشون. آره اول حرف زدیم گفتیم آقا خب معلومه رزیدنت ایول 4 خیلی ریمیک بهتری از سایلنت هیل 2. این که خیلی معلومه، با اینکه اصلا من خودم فن جفتشونم اصلا بحث نیست. معلومه کیفیتی اصلا این همه چیزش بالاتر بود و گفتیم که اوکی بریم تو ویدیو. رفتیم بحث به یه جایی رسید که فهمیدیم سایلنت هیل 2 خیلی بازی بهتری. آخر منطقی منطقی آخر روز اینجوری خب چرا سایلنت هیل بهتر شد؟ اصلا تصور ما قرار بود یه چیز دیگه بسازیم. واقعا خیلی عجیب غریب چقدر باحال. این نشون میده چقدر ویدیوها واقعیه. به خدا واقعیه. به قرآن شعار نمیدم خیلی واقعیه. تا حالا اسکریپتد ویدیو داشتی اصلا یه ویدیو که بگی خب اوکی از اول تا آخرش اینو میگم فلان کارو میکنم؟ آره تمام. یه دونه داشتم، دو تا ویدیو داشتم، راضی هم نیستم. مثلا ویدیوهای ضعیفمه. تکی هم بودم. آره یه دونه بهترین بازی‌ها پلی وان بود، اسکریپتد کاملا نوشته بودم. اومدم گفتم یه دونه هم اصلا کامنتری بود. یه ویدیو کامنتری دادم که فیدبک بگیرم. فیدبکش هم خوب بود، باحال بود. هم ساب برام آورد، هم ویو خوب خورد، هم مثلا همه کامنت دادن آقا این کارو بیشتر بکن. ولی فهمیدم که این کارو بیشتر نمی‌کنم. چرا؟ چون مخاطبی که از طریق اون ویدیو منو میشناسه برای دیدن اون ویدیوها میاد تو چنل من، پس دیگه پیدا نمی‌کنه. دیگه آره نیست. من واقعا اکثر ویدیوام این یکیه و این میشه مخاطبی که مثلا حالا به کار نمیاد. نه من به کار میام، نه اون به کار نمیاد. یه ویدیو میگم بهترین بازی پلی وان، یه دونم بهترین باس فایت های 2024. خیلی ویدیو فانی شد، کامنتری بود ولی خب تایتل جذابه. اصلا فانه، اصلا ببیننش کمدی استندآپه خودش برای خودش. اینجوری هم که نه ادامه نمیدم. چقدر درآمد داری از یوتیوب؟ کم، خیلی استریت تو د پوینت زدم. عدد یا عدد بگم واقعا در بهترین حالتم 70-80 دلار دارم. بهترین حالت عدد داد. حالا ببین استریمراتون رو بگید عدد بده. آره من بهترین حالت 70-80 دلار دارم، میانگین رو 50 دلار درآمدم. چون مهم نیست برام واقعا، اونقدر برام مهم نیست. نمیدونی اینقدر داشتی میگفتی پول برام مهم نیست، مثلا عدد درآمد رو اینور میگی که اون قضیه رو ما بس سخت کنیدم اصلا بده بره بابا. این حرفا چیه اینجا؟ چون اصلا داستانم هست دیگه. حالا آی پی های ایران فلان تبلیغ نشون نمیده، فیلترش کن. یه سری بچه‌ها مثلا دانلود میکنن ویدیوها رو. آره دانلود میکنم میشینم میبینم، بعد طرفم میگه آقا ببخشید فلان. گفتم ببین بابا فدا سرت. برای تو دارم میسازم. من ساختم تو ببینی حال کن. بهش میگم فقط دیگه دمت گرم یه دونه کامنت اون پایین بذار، یه کاری بکن دیگه، یه لایک بزن دیگه حداقل. آره چرا اینقدر ویدیو دیر میاد؟ حاجی سخته بابا، ادیتاژ پارم میکنه. بخو من ادیتورم نه که بگم ندارم، ادیتور داریم. شاتات اصلی به آرمان بیکس عزیزم. آرمان بیکس، آرمان کوکس، آرمان میپسه دستا. آرمان سنگ تموم میذاره. آرمان‌های اشکان 70% بیس مومنت ها رو اگه دوست داریم بیس مومنت شو رو آرمان ادیت جدی. آرمان جدی این شو جدیدمون که داره میاد اولد بات گولد یه لول جدیدی از ادیت ویدیویی که میبینی اصلا از استانداردهای ناتورکی خیلی بالاتره. ما که مثلا ساده میگیریم ادیتو، آرمان داره کاراشو میکنه. ولی مثلا اینجوریه، مثلا بیس مومنت اولد بات گولد حالا یکی دو قسمتون لاولاش، ولی مثلا بازیوسکوپیا رو خودم ادیت میزنم. بعد حاجی سخته، مثلا 2 ساعت و 50 دقیقه ویدیو 30 ساعت ادیت. من نقضت کنم، من دیشب پادکست گرفتم 2 ساعت، امروز آپلود. خب فوتیج اندازه من گذاشتی توش. من نه آهنگ داره. تموم شده. بهتر از این نیست که بره بالا کار. حاجی من مثلا ویدیو بلادبورن داریم راجع به انیمیشن موومنت کاراکتر که آقا چقدر مثلا جوسیه داریم صحبت میکنیم. بعد مثلا صحبت میکنه آقا رو پله ها فلان میشه. من میگردم یه جایی که پله میره بالا رو برم دارم زوم میکنم فلان فوتیج. خب اوکی این اصلا قبول میکنم، ولی دیگه ویدیو با مترجم دیگه چرا انقدر بعد دیر بیاد؟ تقصیر خودشه. چرا؟ دوست دارم تقصیر تو باشه. اصلا معلوم نیست باشه سن کیه بچه‌ها.
کاملا فیسلس بی اون میاد و میتره که مطمئنم خیلی حال میکنیم و من از اون موقع که استوریشو گذاشتی اینجوری بودم که بده دیگه نشد. اون ویدیو خانمانسوزه خداش باورت. ما برای این ویدیو واشر سرتیلند زدیم 20 میلیون خرج ماشین دادیم تلفات جانی که داره میاد واقعیه تلفات جانی دادیم مترجم به بیمارستان داشت کشیده میشد. من زندگیم داشت از هم مثلا یه دونه ویدیو فقط بیا تو رو خدا بیا یه بالا فقط استوریا بود. من یه بار یه استوری ازت دیدم که خیلی قاطی بودی. چرا اینقدر میگید اینو اونو بیار تو ویدیو فلان. مگه کیو گفته بودن که اونجوری عصبی شده بودی؟ یهو بحثو عوض کردم عصبی شدم. آره اسم نبرم ولی مثلا کلا مثلا بچه‌ها فکر میکنن که یه نفری که مثلا تو یوتیوب قدیمیه و مثلا حالا یه محتوایی رو داره میبره جلو دمش که هر کسی داره هر کاری میکنه تو یوتیوب خیلی مرده دمش کم خیلی کارش خفنه مثلا بحثی ندارم ولی آفرین ولی مثلا بچه‌ها فکر میکنن که آقا مثلا انحصار اون محتوا مال اون آقاست یا اون خانومه فقط اون میدونه مثلا علامه دهره. آره مثلا ما راجع به هر چی مثلا ویدیو میگیریم آقا جای فلانی هم خالی نه برای چی خالی بقیه‌مون هستیم همه سر ما رو گنده دارن زحمت میکشن. من یه بار توضیح دادم تو اینترو ویدیو گفتم بچه‌ها ویدیوهای نات فورکیز اینطوریه که من یک موضوع رو مشخص میکنم با مهمونا هماهنگ میکنم تا اینا اوکی بدن ست کردن 4 نفر با هم دیگه تو یک زمان خودش کار میبره تا اینا رو ست کنیم اون مدت اونا برن بازی کنن مطلباشون رو آماده کنن بیان بگن با هم دیگه حرف بزنیم. چیز یهویی نیست. دقیقاً ویدیوهاشون رو به من بدن من با هم سینک کنم بعد ادیت بزنیم بعد آپلود و کپی رایت گفت بعضی کامنت میگن آقا کاش فلانی هم تو این گور پدر فلانی ولم کو تو رو خدا اینجا نشستیم انرژی هممون رو میکشیم با این کار. نگید دیگه بابا اینقدر اسم اکسر اینا رو ببره داشتم میگفتم خدمتت عرض کنم که چرا به نظر لاست اف اس گیم بدیه؟ نه من اصلا نمیگم گیم بدیه این همه هیتش نه به خدا من میگم اوورریتده یعنی واقعا اوورریتده. چیش اوورریتد؟ لاست اف اس چرا باید رکورد داره بهترین بازی تاریخ باشه براش؟ چرا نباید باشه؟ چه بود آره بود دو تا رکوردش شد هم الدرنینگ رکوردش شد هم اکسپediشن رکوردش شد. یعنی الان هنوزم معتقدی که اوورریتد با اینکه رکورداش زده شده. آره همین الان من یه موضوعی رو چند وقت پیشم گفتم خیلی جالبه به نظرم. اصلا به نظرم یه بازی یه بازیگر یه بازیکن یه فیلم یه هر چیزی رو طرفداراش انشو در میارن. طرفدارای لاست اف اس تو اینستاگرام حال آدمو به هم میزنن. خب واقعا حال آدمو به هم میزنن جدی. یعنی اینجوریه که انگار همه سگن فقط لاست اف اس بازی ساخته. فقط نیل راکمن بازی میسازه بقیه سگای درگاه اینن. در صورتی که مثلا میگن آقا بازی نو چی کار خب به ما بگین چی کار کرد. چرا من متوجه نمیشم چی کار کرده. یعنی طرفدارای متعصب دیگه. طرفدارای متعصب آره مرسی ممنونم که گفتی. آره ترسیده بودم مثلا اینجا نمیدونستم چی بگم. نه متعصب اصلا من خودم سولز بازم خب طرفدارای متعصب الدرنینگ حال آدمو به هم میزنن. کلا تعصب باعث حال به هم زنی میشه دیگه. چرا دیگه دقیقاً. ولی مثلا لاست اف اس چیزیه که مثلا تارگتش چی بوده؟ تارگتش هاردکور گیمرها که نبودن. یارو گفته آقا مثلا اصلا سیاست‌های سونی و ترد پارتی‌هاش اکثرا همینه. آقا یه بازی میدیم برای عموم همه حال کنن. خب قطعاً چیزی که همه باهاش حال میکنن به اندازه چیزی که یه سری متخصص باهاش حال میکنن این ضعیف‌تر از تو خیلی مسائل. خب ولی انقدر اینو هایپشو میبرن بالا بعد اصلا در دیالوگو میبندن. تو اصلا نمیتونی من میتونم ثابت کنم لاست اف اس سیستم شوتینگش ایراد مکانیکال داره واقعا. یعنی و اینو نمیتونی بگی چون جرت میدن واقعا. نه تو چی میفهمی من یه چیز فان بگم زیر ویدیو عموسیا رفته بودین داشت شاید تو عموسیا آره داشت من بزنیم یه کامنت خنده‌دار یارو اومده نوشته آره گدا گشنه نمیدونم چی تو چی میفهمی که به لاست اف اس میگی فلان تو ثروت تو و مهدی هشسلش و فیروز رو هم دیگه اندازه شورت نیل راکمن نمیشه. من چه ربطی داره؟ اوزگل من چه جوابی تو بدم اصلا چی میتونم بگم؟ این حال آدمو به هم میزنه و لاست اف اس ولی در نهایت یک بازی خوبه اصلا جزو بازی ضعیف نیست. صرفا با لاست اف اس کاری نداری با تعصب کار داری. این مثلا مشکل تو تعصب و مشکل اصلیم این که مثلا میگم آقا رد دد و لاست اف اس اوورریتن اینه که چرا طرفدارش میگن که حاجی ببین چه داستانی داره میگه تخمای اصلا رو دیدی تو سرما جمع میشه دیگه. و من اینجوریام که خب داستان خوبی میگه اوکی اولا که حالا رد دد داستان خیلی خفنی داره اصلا شکی توش نیست. لاست اف اس آلردی اون قدم داستان خفنی داره نمیگه خیلی چیز معمولیه و روایتش سوراخ دیزاینی نراتیو دیزاینی داره. من اینو بارها گفتم اینا فقط اشکان میتونه بگه ها. هر کی دیگه میگفت اینجا 4 تا جواب بهش میدادم اصلا. خب و نه چون باز کردم گفتم آقا مثلا اینجا آره توضیح دقیق آره اینجا مثلا لازم ببین مثلا بذار الان همینجا رو یه مثال بزنم. مثلا لاست اف اس 2 اینجوریه که ببین دیوار چهارم که دیگه میدونین چیه یه دیواریه بین اون محصول و مخاطب. خب دیوار چهارم به طرز مسخره‌ای تو لاست اف اس 2 شکسته میشه. چرا؟ خب آخر کار الی و ابی تصمیم میگیرن هم آره تصمیم میگیرن همو ببخشن. خب چرا مثلا من اینو نشستم بحث کردم راجعش با طرفداراشا. خب اینجوریه که بازی تو رو در نقش الی میبره جلو تو رو در نقش ابی هم میذاره تو درک میکنی ابیو. خب حالا سوراخ کار کجاست؟ آخر کار تو میدونی ابی چیا کشیده چه الی که نمیدونه ابی چیکارا کرده. خب این سوراخ روایی نو کرده تملاز تکنیکال. یعنی کارگردان اینجا این دیوار چهارمو فرض نکرده توی مخاطب تو که الی نیستی که با نقش ابی بازی کرده باشی که سرگذشت چرا بخشیده. بعد یه سری میگن نه الی کلا تصمیم گرفت که مثلا ببخشید انسان خوبی باشه چرخه نفرت رو قطع کنه. دقیقاً من اینجوریام که خب اوکی اگه این تصمیمو گرفت اون صحنه ای که
دیانا بود اسم پارتنرش. اون صحنه که بهش گفت آقا بچه رو بردیم فلان، ولش کن دیگه. چرا ول نکردی؟ نه من میرم فلان. بعد رفت همه دک کرده، همه رو فوق رسید دقیقاً اینجوری. خب نه میبخشم. خب این سوراخ روایی دیگه، واقعا این چیزا مثلا در نمیاد، میدونی؟ تو کتت نمیره چیزا اینجوری. مثلا الان فکر کنم این موضوع تو کتت نمیره، سوپرمن اینجوری پرواز میکنه. دو به منظوری که توی هر چیزی دنبال منطقی میگردی، بعد پایه منطقی برات. من اصلا کاری ندارم، من فقط میگم آقا فان باشه اوکی فلان، ولی اگه اینجوریه این مشکل رو داره نمیگم بگین این نوآوری و نمیدونم چه این بازی نیست دیگه. بعد میگم اصلا من حرف اصلی اینه، همه چیز مگه داستان تو ویدیو گیم؟ داستان یکی از المان‌های ویدیو گیمه. واقعا داستان یکیه، خود روایت یکیه. به بچه‌ها چند تا از المان‌های اصلی ویدیو گیمو میگم. آره اصلا بزن اینجوری صحبتامو بگم. آقا ما داستان رو توی مدیوم سینما داریم، توی مدیوم موسیقی داریم، میتونیم داشته باشیم کاملا، توی مدیوم کتاب داریم، تو هر سرگرمی ما داستان رو داریم. خب وجه تمایز ویدیو گیم با صنعت‌های دیگه پس چی میشه اگه فقط کجا باید بدرخشه؟ خب گیم پلی دیگه، اون عاملیتی که تو داری، اون ایجنسی که تو، اون وجه تمایز تو میشه واقعا. پس گیم پلی برگ برنده ویدیو گیمه. گیم پلی خیلی مهم‌تره تو ویدیو گیم تا داستان. من هزار تا مثال میتونم بزنم. تو بازی که گیم پلی خفنی داشته باشه ولی یه داستان معمولی یا ضعیفی داشته باشه رو بازی می‌کنی و عشق می‌کنی. دوم اترنال داستان داره به نظرشون، چه داستانی داره؟ گیم پلی خار و مادر میشینی بازی می‌کنی، عشق واقعا عشق می‌کنی، خالی میشی. گیم پلی خیلی جلوتره. من نمیگم داستان بی اهمیته، ولی اهمیت گیم پلی خیلی جلوتره. من تمام حرفم اینه آقا اگه یه بازی داستان خوبی داره اینجوری نکنی که این دیگه این تمام این بهترین تاریخ چون داستان خوبه. تعصب یعنی یکی از چیزایی که خیلی مخالفشی تعصب و حالتو بد می‌کنه. حالمو بد می‌کنه دیگه چی این مدلی حالتو بد می‌کنه؟ فن بوی بازی اصلا حال به هم زد. اصلا که تو همون دسته اصلا باورم نمیشه. یعنی فن بوی هستنوز؟ آره به خدا هستن تو چنل خودمون. یعنی تو کامیونیتی ما کسایی هستن که فن بوی دارن. آره داداش ما فن بوی سونی داریم، محتوا ساز گنده است، داره کار میکنه، حال به هم زنه حرفایی که میزنه. فن بوی نینتندو داریم که سیس انتلکت میگیره. من مثلا من فن نینتندو، من خیلی آندرگراندم، من نینتندو. شماها مثلا مثلا دیگه شماها گاوین، من چون نینتندو بازی میکنم من مثلا نیچم. مثلا فن بوی بازی اصلا حال به هم زنه. این تو ابعاد مختلف تو مخاطبا متاسفانه هست. آره واقعا هست. مثلا یارو اومده میاد معمولا، یعنی یارو یکم باش حرف بزنی بفهمه گاو بذاره. واقعا نه بعضیا به قول مترجم به نظرم پول میگیرن که گاو باشن. یعنی اصلا اینقدری که گاون من اصلا بنفیت داره گاو بودن براشون. یه پولی در میاره از این قضیه انگار. ما مثلا سر گیم اووردز اومدیم حرف زدیم. من اینجوری بودم که خب من مثلا معتقدم که یوتی نه که بازی بدیه، اینجوری بودم که خب یک بازی بود که از سوشیما هم ضعیف‌تر بود واقعا و یک ویدیو 2 ساعتی دادم با خیال راحت. اولش 20 دقیقه گفتم آقا تعصب نیست، آقا این آقا بیا گوش کن من چی میگم، بعد من بگو تو این حرفت غلطه، با هم دیگه دیالوگ میکنیم. نه بگو آقا نه هیتر آی فن. دونه دونه توضیح دادم آقا این مکانیک درست کار نمیکنه تو بازی، این روایت داستان خرابه، این کارگردانی، این شات دوربین بده، ضعیف نسبت به سوشیما هم حتی پس همه رو توضیح دادم فلان. و آخر سر تو گیم اووردز اومده آره تو هیتر یوتی، تو نمیدونم فلان، تو هیتر سونی فلان. من اینجوری بودم که آقا من دارم از دس استرندینگ 2 تعریف اونم انحصاری سونیه، به خدا من هیتر سونی نیستم واقعا. دارم این فن بازی‌ها که اذیتت کنن و از این ندونن اصلا نه منو همه رو اصلا کر دارن یه سریا پر میکنن اینا رو. آره بعد جالبش اینه میگم بخندی. یه یارویی بود که هر جا من مهمون بودم هر جا من چون دیدید اخلاقم همه کامنت بی پاسخ جایی میدم به کسی که تو کانال ما پیدا کنه. من بذار چیزی بگم، من دایرکت دادم، دایرکتم باگ خورد نرفت و همونشکان کامنت دادم اومد دایرکت. آره من هیچ چیز، من صفحه یوتیوب و چیزام اون آن ریسپاند، اینستاگرام آن ریسپاند صفره، همه چی جواب میدم چون واقعا سلبریتی که نیستم، کسی نیستم من که حال میکنیم با هم حرف بزنیم. نه با نوکرم به خدا این حقیقت دارم. بعد مرز فروت بعد این یارو من چون میگم کامنت رو همیشه میبینم جایی که مهمونم هستم بچه‌ها لطفا دعوت کنم میرم نگاه میکنم کامنت رو. این یارو هر جایی من مهمون بودم میرفت یک دو تا فوش به من میداد، تو نمیدونم فلان شده، تو به حساب منم ایگنور بودم. ولش آقا یه بار دیگه مخم رد سر ویدیو عموسی ها رفتم براش نوشتم خب عزگل پلش بگوش کن من دارم چی میگم مثلا، بعد این حرفو بزن و فلان اینا. بعد ریپلای هم مثلا عموسی ها و بچه‌ها جوابش میدادن، هی ریپلای میکردن اینا. براش نوشتم آره یه سالم هست داری هی هر جا من هستم چرت و پرت میگی، اینم جواب تو دادم که فکر نکنی مثلا این جایزه تمام بگیر برو. حاجی یارو دیگه جواب نه، هیچ از اون تاریخ بعد هیچ جا کامنت نمیذاره، لاگ اوت کرد از. یعنی اصلا نمیخوام فاز بگیرم ولی مثلا به قول شایعه میگفت پشت سر ما بد میگی ولی میدونم پشمات میریزه ما رو میبینی. مثلا یارو گوش میدی نه شایعه قدیم یارو فکر کنم پشماش که من دیدم و جواب دادم اصلا شوکه شد فلان. نکنین این کارو. یارو نه قشنگم چونه تو گو میکشه میاد دنبال دیگه، چون یه چیزی توی تو میبینه حس میکنم که تو خودش نداره، بعد حسودیش میشه میخواد بگیره رو تو که این قضیه رو پر کنه. شاید واقعا شاید یکم بحثو کلا عوض کنیم، یکم فضا قشنگ‌تر شه. موزیک چی گوش میدی؟
موزیک من همه چی گوش میدم. شاید باور کنید بجز پاپ من موسیقی پاپ قاتلم، یعنی نمیتونم گوش. پاپ دنیا یا پاپ ایران؟ بالاخص پاپ آمریکا، بعدش پاپ آمریکا که چرت و پرت از نظر من، نظر شخصی میاد، تو رو خدا به سلیقتون توهین نکنم و خیلی بی محتواست موزیکش. محتوا منظورم لزوما شعر و اینا نیست. نه مثلا ایران دم رود دیدم دستاتو گرفتم رفتم لباتو خوردم. اصلا بعد آهنگا چطوره؟ مثلا میاد مثلا میری کردیتو میبینی، آهنگساز اون، تنظیم این، کیبورد اون، فلان اون، بسار این، بهمان این، کامپوزر اون، نمیدونم چی اینا. آقای خواننده زحمت کشید دهنشو وا کرده خونده برام. خواننده نیست راننده است. همون دیگه زحمت کشیدی کل کردیت آهنگم برام تو معروف میشی. چه زحمتیه واقعا به نظر من بعضی وقتا همونقدر که تیم ورک جواب، همون وقتا سولو ورک هم جواب. یعنی تو یه بیتو صفر تا صدش خودت بزنی، شعرشو خودت بنویسی، خودت بخونی، خب هیچ کس مثلا تو نمیتونه اجرا کنه دیگه. پس جز پاپ همه چی گوش میدی. آره ولی خب آرتیست بخوای بهم بگی که الان بهت میگم. اول بگم که ژانر راک و متال گوش میدم، خیلی سفت و سخت، شاید بچه‌ها مثلا باورشون نشه، ولی نمبر 1 موسیقی سنتی ایرانه. من اینجا با افتخار میگم بنده عاشق ایران و عاشق فرهنگ ایرانم، اشتباهی هم ندارم گفتنش. یعنی اصلا محکم من برای این کشور میمیرم، یعنی جدی میگم برای این فرهنگ میمیرم، برای این مردم سوسیالیست به معنای واقعی. آره برای این مردم سوسیالیست نمیشه، آنتی سوسیالیسم من ولی برای این فرهنگ‌های زیبایی که تو دل کشورمون هست واقعا عاشقانه دوستشون دارم. برای همین بخوایم بریم جلو سیاسی میشه. آره قبول دارم، ولش کن. موسیقی سنتی گوش میدم، خیلی دوست دارم. خودم سنتی کار میکنم و فکتی که حالا مثلا هر از گاهی ساز میزنم تو ویدیوها اینا، فکتی شاید بچه‌ها من گیتار الکتریک هم میزنم، ولی حالا الان ترجیح دادم که فعلا رو سنتی. یعنی داری تو خونت آمپلیفایر هم همه چی دارم. یه ویدیو بزن بذار این صدقه میذارم. احتمالاً یه ویدیو از دوم یه روز بسازم که اینتروشو الکتریک وای خیلی خفنه. اصلا خودش ایده خیلی وایرالیه به نظرم که بیا این کارو بزنی و فقط پستش کنی. اصلا سوال بعدیم در رابطه با همین بود. تو یه مدت ریلزای خیلی باحالی میساختی تو اینستا و تا جایی که من دیدم بازخوردای خیلی خوبی هم بهت داد، میلیونی هم بهت داد. خیلی سخته ول کنی کاری که داره بازخورد میده. آره میدونی چرا؟ تونستی دلت اومد. همون بحثی که گفتم کار متمرکز، من خیلی برام مهمه که متمرکز باشه کارمون. اینم باز از اون نکتهایی که اگه میخواین محتوا سازی کنیم بدونید. خب مثلا بچه‌ها هستن طرف مثلا واکتورو گذاشته، نقد و بررسی گذاشته، ویدیو فان گذاشته، استریم هم میذاره، اون کارم میکنه، بعد مثلا نقد و بررسی اکونومی فلان هم میده. این خب اصلا متمرکز نیست کارت. مثلا این ویوهاش کمه، واقعا ویوهای طرف این شاخه اون شاخه این شاخه این شاخه. مثلا تو این ویدیو رو میدی میره تو ساجستشن ها، یه تعدادی میان، یه 10 نفر از اون ثابت میکنن، یه 10 نفر از این. خب این 10 نفر این ممکنه اون ویدیو عمیق تو رو نبینن، اصلا اون برای دیدن اینا اومده. و من خیلی سعی کردم متمرکز باشم رو همون پادکست، تحلیل بررسی پادکست که واقعا نتیجه گرفتم. یعنی به نظر یوتیوب چیزی که بهت می‌خواستی رو تا الان داده، میگی نتیجه گرفتم. ببین آره چیزی که من می‌خواستم، شاید مثلا بچه‌ها لطف دارن به من، واقعا لطفشون میگن که آقا مثلا نه تو لیاقتت بیشتر از ایناست و اینا. من اصلا به اعداد کاری ندارم خب، ولی خیلی متمرکز داره کامیونیتیمون میره جلو. شاید مثلا 2500 ساب کمی باشه ولی ساب با کیفیتی دارم، یعنی همه باهات ارتباط برقرار می‌کنن، همه بچه‌ها اینگیجن، خیلی اینگیجن و مثلا ویدیو ربات نیستن. آره واقعا و ویدیو میذارم همه میبینن، لطف دارم یا اینا. این به خاطر همون کار متمرکزه. یعنی کسی که مثلا ویدیو بازیوسکوپی مثلا دس استرندینگ منو دیده، بازیوسکوپی بلادبورن رو میذارم میاد میبینه، میگه ای اینم یه چیزی مثل اون راجع به این بازی، مثلا یه تحلیل، یه پادکست 2 ساعته دیگه قرار گوش بدیم. خیلی بالا غیر مستقیم خودت دوباره تایید کردی. مثلا یه ویدیو اگه بیاد بالا که 200 کی ویو بخوره، کلا یادم رفت چی می‌خواستم بگم، موضوع الان می‌خوام عوض کنم ولی همچنان یادم نمیاد چی بذار من تکمیل کنم حرفتو. ویدیو وایرال خطرناک‌ترین چیزه به نظر، خیلی خطرناکه، چون واقعا فالوور و سابسکرایبر مرده برات میاره. یعنی یه کسایی از طریق اون میان تو پیج و کانال یوتیوب تو که واقعا به ویدیوهای بعدی هیچ کمکی ممکنه نکنن. این منفیه برای یوتیوب، خیلی منفیه به نظرم، خیلی منفیه. ویدیو من 1000 تا مثال میخوام بزنم ولی چون احساس میکنم منجر به دراماشه، یه دونش که دراماش کمتره رو میخوای بگو حداقل نه به خدا همشون به خودشون میگیرن. در صورتی که اصلا با شخص کاری ندارم، ولی چنل طرفو نگاه می‌کنی 30000 تا سابسکرایبر داره، یه ویدیو میذاره 1200 تا میخوره. خب منم 2500 تا دارم، یه ویدیو میذارم 1200 تا میخوره، 1500 تا میخوره. چه فرقی داره با هم دیگه؟ یعنی اینجوریه که اون وایرال شدنه به همین منجر میشه در نهایت. یعنی تو اصلا دلت نمیخواد وایرال شی، وایرال شدن دلت نمیخواد. نه دوست ندارم. خیلی باحاله واسه من. تو اومدی کانتنتی انتخاب کردی که میدونی تهش 200000 تا مثلا به 200000 چه 10000 تا فکر کنم آخرش باشه. آره آخرش من 10000 اینو اومدم بگم، الان یادم اومد حرفمو گفتم خودت تایید می‌کنی، اومدی دست رو کانتنتی گذاشتی که به قول خودت تهش 10000 تا بهت ویو میده، ولی باز داری متمرکز روی همون هیت محور کار می‌کنی. چون تاثیرش رو میدونی خفنیش برای من چیه؟ به خدا شعار نمیدم. مثلا عشق می‌کنم یه دفعه یه نفر میاد میگه، مثلا تو دایرکت میاد میگه آقا من مثلا تا پارسال اصلا دیدگاهم به گیم این بود، این سه تا ویدیو تو رو دیدم کلا سلیقه‌ام عوض شد، دیدگاهم عوض شد. و من اونجا اینجوری هم که وای من کاری که می‌خواستمو کردم، من واقعا کاری که می‌خواستم کردم. تو با یه نفر بیاد این حرفو بزنه خیلی بهم حال میده اینجوری هم. و مثلا اینجوریه که الان من میبینم تاثیرشو. دم بچه‌های ناتورکیز میگم خیلی عشقین، همه بچه‌های ناتورکیز چه گفتم به خدا مترجم دست نزن. آقا دستش به پیتزا بنده. آره
و اینجوری که مثلا میبینم بچه‌هامون تو کامیونیتی راه افتادن، چنل‌های دیگه هم دارن پوش میکنن به سمت که محتواتون رو بهتر کنین لطفاً، آتو آشغال نسازین. و اینجوری هم که خب این خیلی تاثیر بزرگیه که ما گذاشتیم. شاید 1000 نفر فقط، ولی 1000 نفر خفن. تا حالا شده وارد کانال یوتیوب یکی بشی و بگی ای وای این چقدر خفنه، چرا انقدر ویو کمه؟ اخیراً شده ولی یادم یادم یه اسم ازش بیاد یه پروموتی هم بکنیم 10 نفر. آره اخیراً مسعود تیموری. شات تو مسعود تیموری نمیخواد. شات تو مسعود تیموری ان شاءالله بهتر کنی و عاشق تیم. مسعود رفتم تو چنلش و پشمام ریخت. اینجوری بودم که من با کلیت ویدیوهاتو شاید خیلی مخالفت داشتم. مسعود تیموری تو ویدیوهاتو؟ آره. خب من چرا حسم گفت نگم دست بزنی؟ آقا نه این کارو نکنین چون آفرین. مسعود کدومه؟ مسعود قد بلنده لاغره و پشت لپتاپ نشسته خیلی اوبسکه. نه واقعا من اوایل خودم اگه مسعود یه روز این ویدیو رو می‌بینیم من مگه بعد چیز بعدی خب آقا نه سوبر منظورت خیلی سوبر. من اوایل خودم همین فکر رو می‌کردم حقیقت صادقانه بگم. اینجوری بودم که خب مسعود فکر نکنم فلانه. ولی رفتم چنل شخصی شدم اینجوری بودم که و با ویدیو گیم اواردش هم وارد چنلش شدم. چنل اینجوری بودم تو ریلز تابو واسه اومد. آره اینجوری بودم حاجی پشمام. و ویدیو رو دیدم گفتم وا چه حرفای خوبی داره میزنه. بعد رفتم ویدیو دیگه شدم گفتم این آدم واقعا خب اصلا کار این توی لول دیگریه تو بچهای ویدیوهاتو. یعنی واقعا دانشش بالاست، میفهمه اخبار و اینا رو دنبال میکنه فلان و خیلی کارش خفنه. و من مسعود رفتم وارد چنلش شدم گفتم این همه کانتنت خوب، این همه مثلا فیسش تو ویدیوهاتو دیده شده، چرا انقدر ویو کم میخوره؟ واقعا برام عجیب بود. چقدر میتونم شوخی کنم به ازت با کامیونیتی کلا. مثلا من چون دختر نیست. من مسئولیت نمیگیرم. هر چقدر همش تقصیر ناتورکیز. این میگم نه برای بچه‌ها. حالا که یکم داره حاشیه‌ای میشه حرفای حاشیه‌ای، میگه خاطره پرحاشیه واسمون تعریف کن. از چه چیزی مثلا؟ یه چیزی که تو ذهنت الان رندوم بولد. میدونی نمیدونن خیلی‌ها میتونه جالب باشه واسهشون. اسمم حالا خاصی نیار. اسم نمیبرم ولی یه کانتنت کریئتوری که همه میشناسیدش قطعاً. من یه روز اومدم ویدیو دس رنینگمون رو بذارم بالا، یک ویدیو رو آپلود کردم، یه ساعت قبل پابلیش دیدم یوتیوب پیام داد که گفت که آقا ادسنس شما قطع شده. با شرکت اندروپی کار می‌کردم موقع و پیام گفتم آقا چرا قطع شده و اینا. گفت این مشکل درست میشه، به زودی درست میشه. گفتم که اوکی. من یه روز ویدیو رو تاخیر زدم، درست نشد. گفتم آقا فلان بسام. بعد گفت نه درست میشه. گفتم خب گروه پدرش مثلا پول نمیخواد از این ویدیو. گذاشتمش بالا گفتم اصلا مهم نیست برام. ویدیو باحال یه حیفه. کدوم ویدیو بود؟ ویدیو دس رنینگ 2 و گذاشتم بالا 3-4 روز گذشت درست نشد. من پیام دادم اندروپی گفتم آقا این مسئله فلان و بسام اینا. جواب نداد. زنگ زدم پشتیبانی گفت که این یک مشکلی اخیراً پیش اومده، برای اکثر یوتیوبرامون این اتفاق افتاده، ما داریم درستش می‌کنیم. فردا دیگه مخم رد داد. پیام دادم گفتم آقا اینو من تکلیفمو مشخص کنیم. اصلا واقعا برام مهم نیست. ولی تکلیفمو مشخص کنیم بعدم میاد که لنگ در آره واقعا بعدم میاد که بلا تکلیف موندم. بعد گفت که به علت افت فعالیت و کاهش ویو چیز شما قطع شده. من واقعا یه روزی اگه نیاز باشه، چون یه برنامه مفصلی دارم برای اندروپی، یه روزی اگه نیاز باشه آمار واقعا میتونی برینی روشون. یعنی جدی میگم برو بریم قضیه چی کامل توضیح بده. الان میگم من واقعا میتونم چیز ایمپرشن‌های ویدیوهامو نشون بدم با همون مقدار ویو ناچیزی که خودمون داریم. فکر نکنم کسی به اندازه من تو کامیونیتی خودمون بچه‌ای که این مدلی محتوا توی این موضوع کار میکنن، توی مدل محتوا واقعا میگم بدون شما فکر نمی‌کنم کسی به اندازه من واچ تایم بگیره از ویدیو و یارو برگره میگه واچ تایم و ایمپرشن نمیگیری. آره من ویدیو بلادبورنمو گذاشتم بچه‌ها 2700 ساعت واچ تایم اون یه ویدیو به من داده. یعنی بچه‌ها یه چیزی بهتون بگم 4000 ساعت واچ تایم مانیتایز. یعنی من با 2 تا ویدیو میتونم مثلا هر بار خودم مانیتایز کنم. خب 2700 ساعت ویدیو دیسپچو گذاشتم 1300 ساعت واچ تایم داده و مثلا بچه‌ها اصلا حالا بچه‌های خودمون مثلا آمارای آنالیتیک که منو میبینن میگن حاجی واقعا مخاطبای خفنی داری و یه بار دیگه بوس به همتون واقعا که میشینن ویدیو رو کامل میبینن اصلا اینگیج اوریج واچ تایمات بالاست. من زیر 22 دقیقه اوریج ندارم. خیلی حرفه. یعنی ویدیو بعدام 22 دقیقه خیلی حرفه. خیلی حرفه. و من اینجوری بودم که رو چه حساب اندروپی داره این حرفو میزنه، من آمارام خیلی بالاست اتفاقا. و همون موقع من با ایرانی کارت تماس گرفتم، گفتم که آقا اینجوریه و فلان. گفت چنل فقط این قضیه مال کیه؟ یه ماه پیش یه ماه پیش پیام دادم و تماس گرفت باهم و آقا یه دسترسی مدیریت ما بده، من چنل تو چک کنم و بهت خبر میدم. حالا من از این در وارد شدم که آره میخوام مانیتایز کنم و اینا و مثلا بچه‌ها گفتن آره این تا 2-3 روز دیگه بهت خبر میده. خدا رو شاهد میگیرم یه رو بعد ایرانی کارت بهم زنگ زد. آقا آمار چنلت فوق العاده است، من اصلا نمیدونم چرا این اتفاق افتاده و اینا. و اونجا جایی بود که من کنجکاو شدم. یه رفیقی داریم گفتی یه چیزی اینجا نمیخونه با هم دیگه. یه رفیقی داریم که ازش نام نمیبرم چون میدونم نمیخواد تو حاشیه باشه و اینا، خیلی آشنایی برانور تو این شرکت‌های تجاری و اینا داره و این برای من پیگیر شد و متوجه شدیم که یک کانتنت کریئتوری که به نظر شما خیلی آدم نایسی به نظر میاد و اینا، ایشون چون کار تبلیغاتی میکنه با شرکت اندروپی و یه سری همکاری‌ها با هم دارن و فشار میخوره از سمت ناتورکیز، ایشون عامل دیمانیتایز چنل ما بود. یعنی با ناتورک با یه دونه رفت و برگشتی با حلبی تا رو رفته. آره اینا اینجوری کردن و خیلی برای من ناراحت کننده بود، خیلی ناراحت کننده. میبینمت اینجوری بودم که داداش سن و سال داداش اصلا خجالت نمی، این چه کاریو تو کردی؟ زیرا زنی به کلمه واقعی از خایمالی سوزی
آبو بریز جایی که میسوزه. واقعا برام عجیب بود. اینجوری بودم که خب داداش تو مگه به قول خودت الو بلو جیمبل و نامبر 1 و خفن و خدای سئو اینا مگه تو نیستی؟ تو مگه همه رو بالا نیاوردی؟ از چی سوختی که این کارو با ما کردی؟ و مثلا بچه‌ها بعد مثلا آخه اما اشکان بعد جالبش اینه من بگم تو کلامت رفیقمون با شرکت جی مکس هم کار میکنه. حتی من به جی مکس هم زنگ زدم، اسم چنلمو فهمیدن، گفتن نه نمیتونیم مانیتایزت کنیم، با اینکه آشنا هم داشتیم. رانت پارتی بازی تو ایران کور. آره و بعد برای چی؟ برای 50 60 دلار درآمد چنل من که من همونا رو خرج ادیت ویدیو خودت میکنم. فروختی که چی بخری واقعا. و هیچی این اتفاقا افتاد و فکر کردن که مثلا حالا آره وا دیگه اینا مثلا فلان کردن. من همینجوری به راه داشتم ویدیوام میذاشتم و تو این مدت یه شاتات به دخترعمه عزیزم مژگان عزیزم که اون شات اوت تو مژگان. آره مژگان کاناداست، یک پزشک بسیار معتبر کانادا. زنگ زدمش گفتم من همچین مشکلی دارم، یه روزه ادسنس رو ساخت و هیچ مانیتایز. حالا برید بودوید سنگ بندازید، مشکل هموارتر، اصلا مسیر هموارتر. توفیق اجباری شد، واقعا توفیق اجباری. ولی خود اتفاق انقدی برام تلخ بود که شاید بچه‌ها بگن نه آقا خیلی درگیر حاشیه‌ها نشو. نه یه سری‌ها پوفیوزن واقعا، یعنی خودشونو نایس نشون میدن. شما فکر می‌کنین که مثلا مقابلش داره حاشیه میکنه، نه یارو پشت پرده خیلی کثافت داره حال به همزنی کار میکنه اصلا. و آره فکر می‌کنم بچه‌ها بدونن کی دارم حرف میزنم. تو کامنت‌ها اونایی که میدونن دوست داری راجع به این موضوع بیشتر صحبت کنیم، اطلاعات بیشتر بدیم یا برام سراغ علی برو بعدی دستشون دیگه آره بیشتر پوزشون رو ندیم، میگم بهشون پوز ندیم. آقا اگه قرار باشه تا آخر زندگی یه بازی پلی بدی، یه فیلم ببینی، یه موزیک گوش کنی، از هر کدوم یه دونه فقط یه دونه خب برای موزیک کدوم انتخاب می‌کنی؟ موزیک مطرب مهتابرو از شهرام ناظری. آره گوش میدم تا آخر زندگیم بهش گوش میدم، خیلی زیباست. و چقدر سریع جواب دادی. 100% اصلا آخرین بار که گوش دادی؟ دیروز. آره امروز هم نتونستم موزیک گوش بدم. من گوش اینجا بوده نتونسته گوش کنه. آره و خیلی پلی می‌کنم واسه پادکست. و فیلم حالا سریال هم میتونی ببینی. فیلم یا سریال؟ فیلم دو تا گیرم ولی صادقانه. پالپ فیکشن همیشه میتونم ببینم، خیلی دوست دارم. نمبر 1 منه کلا، بهترین فیلم مورد علاقمه. سیوینگ پرایوت رایان هم چیزی هست که میتونم خیلی نگاهش کنم، ولی خب پالپ فیکشن خسته نمیکنه. واقعا خسته. تارانتینو دیوونه پرایم تارانتینو بود دیگه. من دیوانه تارانتینو، واقعا دیوانه. جدیدنشو نیستم. نه نیستم. من اون موقع کیل بیل نمیدونم اون اصلا دیوونه بود. واقعا من داشتم تو قسمت قبلی مترجم میگفتم دیوانگیست، آدم نرمال به جایی نمیرسه. واقعا. و تارانتینو یکی از دیوونه‌های این کاره. مثال نقضش هم به نظرم نولانه. نولان همونقدر منظم، همونقدر همه چی رو برنامه، خیلی صبره و خیلی هم اوورریتد به نظر من. عزیز دلانی فوششو میخورم. نولان واقعا اوورریتد. اوکی 4 تا جلوه ویژه واقعی خفن، اینکه آن سی جی آی نمیزنی خیلی باحاله، خیلی خفنه، ولی تو اومدی تریلوژی بتمنی ساختی که من کمیک خون هیچ ریلیتی نمیتونستم بکنم. اولا که من ریدم تو اون بروس وین اون سگانه، برو بریم حداقل بروس وینش که ریدمانه واقعا، پشت صحنه عشق افتضاح بروس وین. دوما بتمن که من سوپر هیرو باز نیستم، همه بچه‌ها میدونین، ولی یه سری‌ها رو میشناسم، مثلا دوست دارم اینا و اتفاقا سلیقه مشترکم بود. من مورد علاقه‌ام ددپول عاشقشم، خیلی دوستش دارم. بتمن هم خیلی دوستش دارم. بتمن اصلا خیلی کاریزماتیکه. این چه بتمن پخمه‌ای بود، عالم آدم تو سر این بابا زدن تو اینا. چیه این تو ساختی است؟ پس اینقدر عمیق و فلسفی بود. پس اون فاز کامیکیش چی شد؟ حالا اونو میگن آقا نولان اقتباس کرده. اوکی تا اونجاش اوکی، ولی اصلا با دنیایی که ساخت من حال نکردم. حالا برعکس باز اینم نظر نامحبوبه، من برعکس با بینی که ساخت خیلی حال کردم. ما که بین اصلا بین نبود. آره واقعا حداقل تو دنیایی که اون ساخته بود بین باحالی بود. بین خیلی کمیکی بود. حالا به هیکلی کاری ندارم، بین تو دنیای کمیک حالا هم ابسولوت بتمن هم قبلی‌ها یه آدمیه که متشخص حرف میزنه، یعنی معلومه تحصیل کرده است و یه چیزی حالیشه و روانی خورد میکنه بتمن و کاری که توی فیلم داشت میکرد همین کار واقعا هی روانشو به هم بخسن. به نظر تو جوکر چیزام اوورریتد؟ نه اون واقعا به نظرم خوب بوده، در حالی که اونم کمیکی نیست. آره اونم کمیکی نیست. خوب من به نظرم جوکر خوان فینیکس اوورریتده، یعنی اون که اصلا حساب نیست. خواکین فینیکس اصلا حساب نیست. اصلا اینجوریام که نه اسورده بده واقعا اینجوریام که نه. دیدی دوشو موزیکاله رو؟ نه یه تریلر کافی بود که نبینم. نه اصلا فیلم چجوری بود؟ لیدی گاگا چقدر بدن ازش واقعا اصلا تو کتم نمیره، تو کوچه نمیره، تو اتوبان هم نمیره آخه بدبختی. اوکی گفتی دنیای گیم و بتمن یه چیزی دارن، یه تقاطعی دارن به اسم راکت سدی. تریلوژی بتمن بازی کردی اونا رو؟ آره خیلی دوستشون دارم. اون چیزو نگفتی تو سال قبلی که گیم نگفتم. گیم بچه‌ها میدونن که من عاشق ویچر 3 ام، یعنی دیوونه ویچر 3 ام. کسایی بودم بگی ویچر 3 و خب جالبیش هم ولی جالبیش اینه که ویچر 3 گیمی نیست که من همیشه بخوام بازیش کنم. آره نمیتونم واقعا، یعنی من خودم عاشقشم ولی هر بار که تمومش میکنم مثلا تا دفعه بعدی که بشینم پاش حداقل یه سال فاصله هست، نمیتونم. ولی کاری که اصلا اینی که میگم شاید تشتک همه بپره، بازی که من همیشه میتونم عاشقانه بازیش کنم سایبرپانکه. وای
هیچ وقت وای، ذره‌ای چقدر قشنگ گفتی. ذره‌ای چقدر قشنگ گفتی. چقدر قشنگ فوق العاده است وای میدونید چیه سایبرپانک واسه من از همه چی جذاب‌تر بود؟ یه بخش چیز داره، مین میشن از سایت کوست داره که یه دستگاه ای آی باهاش میتونی رفاقت کنی. وای اون اسمش دلمین نه دلمین چیز بود، ماشینا بود. نه یه کیوسک بود، یه دستگاه توی تونل بانم بود، توی کوچه مانند کوچولو. چقدر میدونی تونست کاری کنه که تو واقعا با ای آی ارتباط بگیری زمانی که ای آی نبود. میگیری چی میگم؟ یکم بگو، یکم دنیاش برام. داستانش واقعا عجیب غریبه داستان. اون پایانایی که داره، یعنی آخر اسپویل کنی؟ آره من بدترین پایان ممکنه تجربه کردم. من همه پایاناشو خوب دیدم، یعنی گرفتم خودم رفتم هر بار یه پلی تورو یه پایان. من بار دومه که دارم واقعا اونی که خودکشی میکنی و آفرین من خودکشی کردم بار اول. تو هم بار اول خودکشی کردی؟ آره و اصلا روند یه جوری رفت که نگه اتفاقی اونجوری بودم که من میخوام بمیرم. آره اگه سایت کوست رو انجام نداده باشی فقط میتونی خودکشی کنی یا بری اونجا تم بدی به کاری که اون داره میکنه که من خودکشی کردم. افتضاح اون پایانه که میری تو اون ایستگاه فضایی. من نرفتم افتضاح اونم. ولی خودکشیه اون لحظات آخر فانتوم لیبرتیه. نه اون پایانش که میری هر روز صبح به صبح میان چکت میکنن میگه نه آقا لا من قبل دی اکس اون پایانو گرفتم. فانتوم لیبرتیه که میری در میاری چیپس تو از تو ذهنت و اوکی اون نیست. آره بابا من قبل فانتوم لیبرتی پایان گرفتم. من دوم پایانی که گرفتم اون پایان تمام شد. آره و خودکشیه اینجوریه که واقعا خیلی ایزیه. صحنه شهر رو نشون میده و اونجا که اصلا جانی بهش میگه واقعا مطمئنی میخوای این کارو بکنی؟ بابا بدترین دیدی زنگ بهت میزنن دونه. آره تیو بعد بزنی جواب بدی حال نمیکنی با این چیزش یا حال میکنی؟ حال میکنم. بدترین زنگی که بهت میزنه موقعی که میخوای خودکشی کنی ویکتوره. همون چیز کدوم بود ویکتور؟ همون که همون دکتر. او ویک وای واقعا اصلا ویک قرصا رو بهت آره به پهنای صورت اشک ریختم وقتی ویکتور داشت حرف میزد. داستانی که فوق العاده است، تاثیرگذاری گیم پلیش. یه اشتباهی بچه‌ها میکنن، مثلا همینی که میگم آقا دانش کامیونیتی رو ببریم بالا. مثلا میان با جی تی ای مقایسه میکنن آقا چه ربطی؟ مثلا میاد میگه این ام پی سی های جی تی ای رو نداره. خب جی تی ای سگ اسکیل تری سایبرپانک رو نداره. ولی خب پشمش هم نیست تو این زمین. اون آر پی جی عمق آر پی جی که سایبرپانک کاری کرده، سینماتیک تو بازی وجود نداره، همه چی ریل تایمه. اون کراتم یعنی اینی که یه دفعه مثلا جانی ظاهر میشه با حرف میزنه میره و اون یکی میاد دیالوگ تو میتونی اسکیپ کنی اینا، مثلا وی اچ اس دور. مثلا این خودش خیلی کار بزرگه، خیلی کار عجیب غریبی که من خیلی دوست دارم. یعنی اصلا سیر نمیشم از سایبرپانک. همیشه توشم، همیشه دارم بازی. یه بازیه که همیشه رو کنسول من آنگوینگه. من همیشه دارم بازی میکنم سایبرپانکو. خیلی عجیب غریبه، خیلی حال میده. من اول شخص حال نمیکنم. من دوست دارم مثلا دوربین بالا باشه دور و برم ببینم داره چه اتفاقی میفته. ولی سایبرپانک هیچ وقت من این حسو نداد که فیلد اف ویو کمه. هم به اندازه کافی. اون به خاطر مثلا ایمرژنش اول شخص و ایمرژن خوبی هم داره بازی. واقعا میری تو ایمرژن منظور من کلمه‌شو نمیدونم. یعنی اینکه غرق شی تو بازی یکیشی با احساس چیز وابستگی کنی با بازی یه جورایی. و ایمرژن خیلی خوب انجام میده. برای همین سایبرپانک قطعا بازیه که من همیشه بازیش می‌کنم. برو بریم. پس این سه تا چیزی شد که تو ابد انتخاب می‌کنی. اگه بخوایم من به صورت موزیک کردیم، دوست دارم بدونم به نظرت کدوم بازی بهترین موزیکو داره؟ یا اینجوری بودی که مثلا موزیکاش پلی میشد دسته رو می‌ذاشتی گوش می‌کردی؟ پشمام. آخه باید خیلی فکر کنم، ولی تو تجربه اخیر اکسپدیشن 33 جدی آره من ریدم از موزیکاش. من رو روک داشتم بازی می‌کردم. جدی مثلا اون دنیای چیزش هست ورد دومش که زیر آبی آبارو به هوا میرن. موزیک فایت اول پلی شد، من کنسول گفتم منو بکش، من می‌خوام موزیکو گوش بدم فقط. خیلی عجیب غریب. یه انتقاد بکنم. آره من رفیقم داشت بازی می‌کرد، شیر اسکرین که داشتم اکسپدیشن میدم، کل موزیک بود یه زنه میگفت نه اینجوری نوتای مختلف. نه واقعا یعنی من این ساعت دیدم ارکستر سمفونی خیلی بی‌نظیری تو موزیکاش، خیلی حال می‌کنه. پس اکسپدیشن 33 رو انتخاب بکنیم. برای چیزی که الان دارم بهش فکر می‌کنم فکر می‌کردم سیکسان قشنگه. موزیکاش سیکسان قشنگه ولی گاد آف وار 2 آره گاد آف وار 2 گذاشتی کجای مغزم. حرف نداره موزیکاش، جدی حرف نداره دیگه. مثلا میخوام موزیک خوب بگم، دیوس اکس هیومن رولوشن خیلی موزیکاش خوبه. خیلی موزیکاش خوبه. اونم کدوم آن بازی موزیکاشو دانلود کردی گذاشتی تو پلی لیست؟ حالا این زیاد بوده و الان که گفتی اینو یادم اومد که اصلا بهترین شاتات بزرگ به دنی اسدی شات the best shots of all the time حاجی پرنس آف پرشیا روگ. وای چه موزیکا. و من ساز اصلی تنبور میزنم دیگه. اصلا ترکای تنبور دنی اسدی اینجوری بودم وای چیکار داری می‌کنی و اون پلی لیستی که تو ماشینم پلی همیشه خیلی حال می‌کنم. من اصلا از ارفان پایدار خوشم نمیاد. ولی یه شات میدم بهت که منو با دنی آشنا کردی. واقعا هم کاراکتری خیلی خفنه دنی، هم بیتایی که میزنه بلندت میکنه از جا. اصلا بابا ببین من حالا نمیخوام بازش کنم تخصص ساختار موزیکی ایران. خب خودش مثلا موزیکای دستگاهی مقامی یه چیزه، میگم دستگاهی ردیفی یه چیز، مقامی یه چیز دیگه. مثلا شور و اصفهان و آره مثلا همایون و بیات ترک و
اصفهان و شور و دشتی و اینا. خب اونها یه چیز موسیقی مقامی یه چیز دیگه میشه، مثل دوتار خراسان، دوتار مثلا مازندران. بعد اینا زیر مجموعه دارن هر آره آره. بعد تنبور کرمانشاه هم خب همینه، مقامیه کاملا. ساختار خیلی عجیب غریبه. اصلا اینجوری نیست که مثلا بتونی راحت وصلش کنی به موسیقیایی. حتی با نصف موسیقی‌های سنتی خود ایرانی هم تو نمیتونی تنبور مچ کنی. دنی اسدی این کارو که با بیت ترپ من اینجوری بودم که های واه اینجوری اصلا تشنج کردم با موسیقی. اون چیکار کردی تو؟ خیلی کار عجیبی داری انجام میدی. خیلی پشمام ریخت واقعا. قبل از دنی اسدی من یکی رو میشناسم که این کارو کرده بود. رامین جوادی؟ نه خیلی قبل‌تر از اینا. کلا سینک کردن موسیقی سنتی ایرانی، اون ضرب ایرانی با ترپ و هیپ هاپ خیلی کار سختیه. خیلی سخته. من تجربه کردم. رسما نمیشه. منم یه چیزایی دیدم و میدونم خیلی در بهترین حالت تو میتونی یه لوپ 4 ثانیه‌ای بزنی، هی اونو کپی کنی ازش استفاده کنی. تنها کسی که تونست این کارو با سنتور بکنه مهدیار رو سنتور رو برده. آره مهدیار خیلی وقتا با سازای ایرانی زده و یه سری افکتایی داده که تو اصلا متوجه نمیشی مهدیار این کارو کرده. حالا بعد از اینکه تموم شد بچه‌ها حتما اشتباه خوب بهرامو گوش کنین. اشتباه خوب بهرام کلا مهدیار زده، هم میکس مسترش هم بیتاشو، و تمام آواهایی که میشنوی صدای سازهای ایرانیه. ویولون، پد، سرود ملی اسرائیل، ریورسش. یعنی کاری که کلا مهدیار همیشه میکرد استفاده از این بود و اسم چیزو آوردیم، دنی اسدی آوردیم. حالا من شخصیتی ریدم تو شخصیت مهدیار. من واقعا ریدم تو ملتفت. ولی خب ولی واقعا خفن. من هیتر ملتفتم واقعا. حالا تو هیتر ملتفتی. به نظر من فدای قوی ترین رپریه که توی رپ فارس هست. من از اونم خیلی بدم میاد کلا. چرا؟ کاراکتر سرش تو کونه همه. همینه. یارو بعد شخ و شونه بکشه واسه همه. بعد کاری ندارم. خیلی همه چیو جدی میگیره. من به نظرم اتفاقا دیس بازی اینه که بخندیم دیگه دورم. شاید من تو رو مسخره کنم اونو مسخره کنم بخند. جدی مثلا شخصیش میکنه یه دفعه آمار ننه‌ها یارو با چه کاره اصلا پرایوسی اصلا حفظ نمیکنه. من اصلا شما فدای بعد این ویدیو. آره یه دیسمون یه اشکان نشه بابا. دیس نات فورکی. حالا از اینو میگم بچه‌ها فکر می‌کنم مثلا ها تو فلانی پس وصلی نمیدونم با زد بازی رو. نه من ریدم رو بالا تا پایین جی جی واقعا. ولم کن اون که دیگه بدتر همه. من اصلا میدونستم فشار میخوره با سیجل جی جی اون لحظه توی اول پادکست بگم گفتم. وگرنه رپ فورس و لوکی خیلی خوشگل از همون گرفتن. خیلی خوشگل و میخوای اصلا واردش نشیم به دوست درش حرف بزنیم. ببین چون نمیدونم اصلا خورد میشه. آره آفرین واقعا موضوع اعصاب خورد کنی. پس باید بگذریم ازش. اوکی بریم سراغ یه سری سوالای دیگه و یه بریک بدیم. یه بریک بدیم. یو بچه‌ها برمیگردیم با مصاحبه خفنمون با اشکان نات فور کیدز که الان سردرد گرفت از دادی که زدم فکر کنم. نه سرم میخوری حقیقت. اوکی سر بخوره هیچ موردی نداره. استریک تو د پوینت بریم فلش پوینت سوال بعدی. یه جوری گفتی واقعا دارم سر بخوره اشکال نداره. اون نباید بخوره. دیدیم بچه‌ها که تو کامیونیتی کوناشون میخوره چیکار کردن با کامیونیتی دیگه. ما نکنیم. نخوره. سر بخوره. سه تا بهترین گیم‌های زندگیت بوم. ویچر 3 که 100%، بلادبورن خب سومی جای فکر داره برام. همیشه برام جای فکر داشته. ببین نمیدونم باید خودم آبش فکر کنم اگه سومیش. این دوتا میدونم تاپ. ویچر بلادبورن چرا که نه بایوشاک اینفینیت. خیلی دوست دارم. بیرون از هیچ جا بیرون از هیچ جا مثلا نه برای بچه‌ها. دقیقاً. خب از سه تا از بدترین گیم‌های زندگیت چقدر سخت شد. کلیشش نکن. اون سه تایی که تو ذهنت رو همه میدونن. رد دد لاست اف اس اینا. رد لاست اف اس بازی خوبیه. رد دد برای من گیم بدی بود. میذاری یک یا میذاری دو یا میذاری سه؟ میذارم سه. کاملا هم شخصی برام. داستانش خیلی خفنه، اوکی دمش گرم، خیلی خفنه، ولی گیمی طبق همون مسائلی که گفتم بدم میاد ازش. ببین اینجوری که گیم بعد خیلی بازی کردم ولی اصلا اسم برام کسی نمیشناسه احتمالاً. پس دارم از گیم‌های تاپی که برام میخوای بچه‌ها بشناسن چه گیم‌هاییو میگی. آره گیم‌های تاپی که مثلا برام ناامید کننده بوده. ووکانگ، بلک میس ووکانگ واقعا بد بود برام. کامبت خدا لول دیزاین زیر صفر. زیر صفر. هیچ جا نمیشنویدا. چرا یعنی چی کامبت دیزاین عالی؟ سیستم مبارزاتش خیلی خفن است. کارهای خیلی باحالی هم کردم برای مبارزاتش ولی لول دیزاینش داشتم میگفتم. منظورت از لول دیزاین دقیقاً چیه؟ طراحی مرحله. یه اشتباهی که میکنن بچه‌ها مثلا دیدم خیلی جالب لول دیزاین تصورشون اینه که مثلا این محیطی که می‌بینیم مثلا درخت جنگل فلان. نه اون دیزاین ویژوالش اصلا یه بحث دیگه است. اون میشه مثلا کانسپت آرتایی که براش میزنن مدل سازی اینا میکنن. خود مقوله لول دیزاین بحثی میشه که آقا یک مرحله رو چجوری طراحی کنیم. یعنی چی؟ یعنی من با مثال این اتاقی که ما توشیم الان یه مرحله در نظر بگیریم. خب
آقا این میز کجای این اتاق باشه به چه دلیل، منطقش چیه؟ خب سایزش چقدر باشه به چه دلیل، سایز کرکتر من چقدره، این میز به یعنی نسبت آره ریاضی خار مادره اصلا لول دیزاین. سایزها مهمه، پلیسمنت ها مهمه، آبجکت ها کجا باشن، پلتفرم ها کجا باشن، انمی ها کجا باشن فلان و چه جوری کار کنه، راه چه جوری پیدا شه. یعنی حتی مثلا نسبت سایز دست یارو با پایه مثلا فلان باید مقیاس باشه. مثلا سایزها مثلا اگه بازی اکشن باشه سلاح‌ها و اینا مثلا اینا چیزای مهمیه. راه‌ها چه جوری پیدا شه، مثلا آقا ویزوری که برای تو بسته میشه تو اون لول چی رو به تو میفهمونه، مثلا تو شات اولی که میای توی اتاق نگاه میکنی فوکس کاراکتر تو رو چیه، این مثلا جزئی از لول دیزاین حساب میشه و خیله مقوله گسترده‌ایه، خیلی بزرگه. ولی مثلا خلاصش هم نمیشه، راه‌ها، شورت کات‌ها فلان میشه یه چیزی تو همین چیز هولوش محوری که تا الان گفتی چیز اضافه بر اینی نیست. آره تو همین چقدر باحال. حالا سه تا از چنل‌های یوتیوب مورد علاقت که خودت دنبالشون می‌کنی برات باحالن ویدیو میذارن آره میگم بهت، ولی ممنونم که سوالو اسکیپ کردی. 2 تا گفتم، سومی رو هرچی فکر کردم گیم بد به ذهنم نگفت. رددو گفت، ووکانگو گفتی، لاست اف اس تو ذهنم بود. نه لاست اف اس بازی خوبیه، واقعا بازی خوبیه. یعنی بازم تاکید میکنم اصلا بازی بدی حساب نمیشه، اوورریتد. یعنی اینجوری که آو انقلاب واو بهترین بازی تاریخ، ریونج. آره نه ولشون، یه بازی خوبیه که کار باحالی هم کرده. بازی بد بذار بگم سوپرمن نینتندو قدیمی باشه دیگه، رترو بازم بدونه یک گوه ترین بازیه که بازی کردم. خیلی بده، خیلی بده. اون دیگه سوال بعدی چون بازی نکردم سوپرمن نینتندو رو نمیتونم نظر خاصی. میدونی که کالته، یعنی نماد بدترین بازی تاریخه تو خیلی از کامیونیتی ها. آره فاجعه ای است. 2 بعدی 3 بعدی، نه 3 بعدی سوپرمن 64 برای نینتندو 64 فاجعه بشریه. اصلا خیلی دوست دارم برم گیم پلیشو ببینم چیه اینجوری داری ازش تعریف می‌کنی که اینجوری سوپرمنه هی سوبر ات تو این حلقه ها با بعد یه کنترل موومنت فاجعه بشری داره، اصلا سر درد میگیره بازی می‌کنه. آره اصلا همین قشنگ همینجوری میشه. خیلی بده بازی. چنل یوتیوبایی که دنبال می‌کنی خودت چیا رو دنبال می‌کنی؟ اصلا یهو میگی کومان پشمام میریزه مثلا، اینا هیچ ربطی نه واقعا نه، اونا که اصلا تو اون فازا زیاد نیستن. یعنی تو فاز سرگرمی زیاد نیستی، تو فاز آموزشی یوتیوبو بیشتر دوست داری؟ ببین نه سرگرمی هم دوست دارم چرا سرگرمی اتفاقا بیشتر دنبال میکنم، ولی خب واقعا یکیش هش اسلش مهدی واقعا وقتی محتوا میذاره با دل و جون میشینم میبینم. خیلی مترجم یه چیزی از پشت صحنه مترجم کار نمیکنه. کار کنی میبینم ویدیوهاتو قشنگ هش اسلش و ویدیوهاشو میبینم. شات اوت بی نهایت دوباره به هش اسلش عذر میخوام. آره باز بخوام از تو کامیونیتی خودم بگم کسرا رو همیشه میبینم، کسرا کریمی کار the most خاکی پرسن on the whole world. واقعا کسرا من جا داره باز برای بار هزارم تو جاهایی که بودم بگم کسیه که میگم من با دیدن بازی کس علاقه‌مند شدم که یوتیوبر بشم، بیام یوتیوب فلان بسان، بعد این کامیونیتی و فلان و کلابریشن شکل رسیدیم به جایی که با کسرا آشنا شدم، کلاب زدیم، رفیق شدیم، ما الان یکی از بهترین رفیقای منه و یکی از افتخارات زندگیمه. اینجوریام که فاکینگ طرف الگوی من بوده تو همه چیز و الان رفیقیم با هم دیگه و کلاب میکنیم اینا، خیلی برام باعث افتخار، خیلی جذاب. 2 تا کانال گفتی تا حالا؟ سومی کانال دون کامپلکس بازی مافیا میذاره. دون کامپلکس. آره دون کامپلکس رو میبینم، مافیا دوست دارم. چقدر جالب. دونیتوها رو همه رو میبینم، حالا مثلا سناریوها دیگه شون، ولی دونیتوها رو برنامه نداری خودت که راه بندازی دوباره یه شو مافیا یا این شکلی خارج از دنیای شاید، ولی میدونی انش در اومده، یعنی خیلی انش در اومده، ولی خب میشه دون کامپلکس تو سپر از قندی هم میذاش یه مدت. آره بعد مثلا بچه‌ها از اون ور گذاشتن شروع که ستاره مسلمی مافیا میذاره جدیدن. اکثرشون هم بچه‌ها هستن که حالا با خودمونم آشنان، چون من تو دنیای مافیا حالا بودم، کار کردم و اینا. به نظر نمیشه یه دستی درش برد، یه خلاقیت جدید اگه بشه اگه بشه چیزی باحال میشه روش فکر کرد، موضوعیه که قابل فکره اگه پایه باشی که بریم. آره مثلا کاری که دون کامپلکس رو برای همین میگم، چون مثلا سناریوهایی که تو دونیتوشون ران میکنن با حال فاز شبو نشون نمیده، بعد لول فکتی خیلی بالاست، یعنی اصلا درس روانشناسی بازیه علاوه بر اینکه فانه. چه باحال یادت میده یه آره بعد اصلا شبا رو نشون نمیده، تو شبا رو نمیبینی و خود قشنگ خودت تو بازی یعنی ایمرژن 100%. خودت انگار تو بازی، از کی مافیاست به چه فکتی فلان، مثلا باحال کار باحالی. مثلا من توی بازی نگه میدارم، مثلا این برنامه‌ها نیست که من بگه این مافیا این فلانه، کل ذوقشو ازت بخوام. آره بعد میگم مثلا برنامه‌ها حالا این ریالیتی شوهایی که بازیگرا بازی میکنن که زباله است مافیا بازی کردن، خاله بازیه واقعا.
و میگم لول فکتی دونیتو هم خیلی شنیدم بالا. دارن چیت میکنن. آره و همشون اصلا رو تو چیتن. اون لول یه چیت چی میکنی؟ من نمیفهمم. و مثلا من بازی رو میدیدم مثلا 12 نفر دور هم جمع شدن سناریو مثلا زودیاک چی بازی میکنن. بعد روز معارفه من که حالا روز معارفه از تارگتی ندارم. خب من که حالا بچرخه. جریان بازی کی میخواد شکل بگیره؟ میشه بگین به ما هر روز معارفه شکل میگیره جریان. مثلا من روز معارفه پا میشم میگم آقا من تو رو گردن میگیرم. فکتی مگه دارم؟ نه یه فیلینگ یه چی میندازم اینو کی میاد کی نمیاد یه جریانی شکل بگیره دیگه. اصلا پرتن اونا رو نگاه نکنید. اگه میخواید مافیا نگاه کنید دون کامپلکس رو پیشنهاد میکنم. واقعا باحاله کارش. برو بریم چقدر خفن. خب سه تا از سه تا از کامپتیتیو پلیرای اطرافت که خیلی خفنن دوستشون داری. من یه چیز راستی به این وسط راجع به کسرا بگم. اینو دوست داشتم بگم موقعی که راجع به کسرا حرف ادامه داشت. من کسرا رو یه بار دیدم کلا توی اون کافه‌ای بود که با هم دیدیمش و دم در یهو خیلی رندوم بدون اینکه حالا منو اونقدر نزدیک بشناسه، بدون اینکه اصلا چیزی بینمون باشه که رابطه شکل بگیره، یهو من یه خاطره خیلی رندوم خنده‌دار باحال شخصی رو تو قیافم برام تعریف کرد. حس کردم 15 سال رفیق صمیمی هم مدلش همینطوری خیلی آدم خاکیه. خیلی آدم ماهیه همینجوری خیلی دوست داریم کسرا جون و سایت بالا سرمون جدی ان شاءالله که نه بذار اینو نگم. سه تا از کامپتیتیو پلیرای اطرافت که دوستشون داری جز خودت. عموسیا شات اوت بی‌نهایت. عموسیا رو خیلی دوستش دارم واقعا. عموسیا همون آقای مهربونیه که توی ویدیو بلادبورن. بله عموسیا من که عزیز. چقدر فکت‌های خفن و باحالی میگفتی عموسیا توی اون ویدیو. واقعا احساس میکنم آندرریتد بودی برای من قبل از اون ویدیو و یهو فهمیدم چقدر ریتد بالاتری داری و چقدر چیزای باحالی میدونی. خیلی آدم باحال و پریه. ممنونم از تو که این شرایطو فراهم میکنی که ما بشناسیم. من که در حدی نیستم بخوام به عموسیا رو به کسی معرفی کنم ولی باز هم بالاخره داری یه کانتنتی میسازی که ممکنه آدمای جدید بیان سمت اون کانتنت و منم میتونم بگم یکی از همون آدمای جدیدم. هیچ ادعایی ندارم. پس گفتی عموسیا. آره. کاوه رفیق صمیمی خودم. اون کاوه‌ای که گفتم استریم و اینا نه. کاوه آهنگر. آره. کاوه شجاعی به طور خاص. شات اوت تو کاوه شجاعی. و سخت دارم فکر می‌کنم یه رفیق داشتم که الان چند سالی با هم در ارتباط نیستیم. علی از مشهد تو بازی اوورواچ با هم رفیق شدیم. یعنی کاملا یه انسان رندومیه که بچه‌ها نمی‌شناسن. این خیلی چیز باحالیه. اگه وقت هست من خاطره‌شو بگم. آره حتما. ما اون موقع یه اکیپی بودیم مثلا آقا چند تا پسر و چند تا دختر و اینا منتها همه مثلا درونی بود. مثلا دخترها آقا خواهر رفیقم بود و فلان. همه با هم فامیل بودن. آره فک فامیل فان می‌کردیم و اینا. یکی از افراد داخل اکیپمون رفیق خواهر یکی از همین رفیق صمیمیای من. چقدر سخت. آره سخت شد. بعد ما اوورواچ بازی می‌کردیم با یه پسر گیم خوبی. آره خیلی من دوستش داشتم. اوورواچ خداییش هم پلیر خوبی بودم تو اوورواچ تا رنگ دایموندش من رفتم. آره خیلی تنها بازیه که گوتی داره از بازی تنها مولتی پلیر گوتی داره و بهش هم اصلا کسایی که میگن واقعا بهش میرسه. الکی بود نه اصلا. شات تو اوورواچ. شات تو تریسر. آره و اوورواچ بازی می‌کردیم با یه پسر ایرانی آشنا شدم تو اوورواچ که اونو بزنین گوشه ذهنتون که خیلی پلیر خفنی بود. علی هم بود اسمش، مشهدی هم بود با لهجه شیرین مشهدی هم مثلا تمومش کنه یاره دیگه تمومش کنه. آره بعد رفیق شدیم و دیگه رفتیم رینبو 6 و اوورواچ و اینا موقع با هم بازی می‌کردیم اینا. تا یه بار رفتم مشهد. بعد رفتی که اونو ببینی یا برای نه رفتیم همونجوری رفته بودیم مشهد سفر. بعد به علی گفتم من مشهد گفت بیا خونه‌مون ببینیم تو فلان اینا. یکم با هم دیگه حرف زدیم اینور و اونور و فلان و اینا. بعد گفت تو معصومه رو از کجا میشناسی؟ گفتم والا با هم رفیق و اینا. چطور مگه؟ گفت دختر عمه منه. دختر دایی منه. من پشمام واقعا ریخت. بعد یه دونه برای ایران آره بعد یه دونه ویدیو من از تو خونه علی اینا گرفتم برای شخص. آره معصومه فرستادم و گفت که تو خونه عمه من چی کارو کنی؟ اصلا کورکوفرش ریخت. رنده فکر کن یو اشکان نات فور کیس بهت ویدیو مسیج بده خونه عمت. خیلی جالب بود که گفتم با پسر عمت رفیق صمیمی منه و آره اون علی واقعا کوچیکه. اون علی واقعا هر جا هستی به شدت پلیر با اسکیل خفن. یعنی فقط تو اوورواچ تو همه چی حاجی.
رینبو سیکس مثلا میرفتیم، من اوایل بازیم خوب نبود، واقعا کریمون کرد تا رنگ‌های آخرش. مثلا یه تنه بازیو در خیلی پلیر خفنی بود، واقعا مستاق پلیر باعثی. نامبر 1 علیو میذارم. فاصله گرفتید از همه زندگی؟ آره دیگه، اینکه دور بودیم از هم تو شهرهای مختلف دیگه، مثلا این تو اینستا و بازی و اینا با هم در تو. من دیگه مولتی پلیر خیلی وقت کم بازی میکنم و دیگه هیچی، کم کم دیگه نه ارتباطی بینمون نبود. پس سه تا کامپتیتیو پلیرایی که میگی دقیقاً این سه تا که نام بردی. آره. سه تا شغلایی که تا الان داشتی بجز اون تیپاکس و اینا که گفتی دیگه چه کارایی برای پول کافه کردی؟ داشتم. او ساب آره. کافه بودی؟ آره ساب کافه بودم، باریستا هم هستم. حالا الان دیگه اصلا نه. اوکی. همه چی یادم چقدر باحال، چقدر دور از ذهن. آره عرض شود که گرداننده مافیا بودم و طراح سناریو. طراح سناریو؟ آره طراح سناریو بودم. خلاقیت. و عجیب ترین کاری که کردم تو فست فودم کار میکردم. عجیبی نیست. آره فست فود عجیب نیست. چی دیگه مثلا میتونم بگم چی کار کردم؟ حالا اسکریپت ویدیو فروختی به یکی؟ نه اینجوری نه. کار عجیبی که پشماتون بریزه بگم، دایم راننده ماشین سنگین بود، شاگرد شوفر بود. خدا شاهده با ماشین سنگین میرفتیم برام بار میبردیم و پول میگرفتم به خاطرش. رفاقتی نبود. آره یعنی ایرانگردی میکردی؟ ایرانگردی که مثلا خیلیه، یه سال ایرانگردی که اصلا دیگه منطقه گردی تا سلیمانی و اربیل و اینا مثلا بار میبردیم. یعنی الان تو میتونی بگی خیلی شهرهای ایران رو دیدی؟ تقریبا همه شهرهای ایران من رفتم. چقدر آره سمنان نرفتم حقیقتش بگم. یه شهر هست که میگن هیچکی توش نیست، همون سمنانه. فکر کنم آره میمش کردن. سمنان منم نرفتم حقیقتش، ولی بودم بقیه شهرها همه رو رفتم. منطقیه. ایول یه سوال کاملا بیرون از اینا ازت بپرسم. خفن ترین شخص معروفی که خودت دیدی و گفتی کی بوده جز کسرا؟ مثلا بیژن بنفشه خواه. جدی میگی؟ خیلی آدم باحالیه حاجی. من تو کافه هتل اصفهان روبروی هتل آسمان، یکی معروف ترین هتل‌های اصفهانه. خب کافه اونجا دست ما بود، ما مافیا ران می‌کردیم اونجا، ایونت های شب مافیامون رو اونجا می‌ذاشتیم و گرداننده من بودم. سناریو گرداننده. اون کافه مال خودت بود یا نه مال رفیقم بود. محمد اجلاسی. شاتات بهت خیلی شاتات به محمد اجلاسی. عشق منی هم اجلاسی. آره و اونجا من مافیا ران می‌کردم. بعد یه سریال هست مگه تموم عمر چند تا بهاره. آره فیلمبرداری اون قسمتش که تو اصفهان بود، اینا همه تو هتل ما بودن، بازیگرا همه بودن تو هتل ما. اونجا بودن همه. یه شب بیژن بنفشه خواه اینا نشسته بودن تو لابی، بعد داشتن ما هم داشتیم میرفتیم میمدیم اینا تو لابی هتل داشتن مثلا بیژن بنفشه خواه داشت میگفت ما هم مثلا من دوستش دارم بیژن بنفشه خواه رو. خیلی باحال اصلا. بعد ببین سوپر خاکیه ها، پشمات میریزه انقدر هامبل و خاکیه. بعد قضیه مال کیه؟ فقط موش سفید شده بود یا نه؟ آره سفید بود. پس مال 1-2 سال اخیره. آره فکر کنم 2-3 سال پیش بود. اوکی. بعد از اون تو لابی داشت میگفت به حسن نوری، میگفت حسن چی کار کنیم؟ شب بریم استخ، بریم فلان سا. من رفتم جلو گفتم استاد من دیدم شما اهل مافیا هم هستین، بیاین تو کافه ما مافیا بازی کنیم. بعد گفت نه و نو یکم فلان اینا آوردن. خودش نه، اونا گفتن نه. اون بعد بیژن بنفشه گفت چرا که نه بابا پایه باشیم بریم بازی کنیم و اینا. وازو گرفت دنده خورد. آقا اومدم مافیا براشون ران کردم و انقدر به ما خوش گذشت و خندیدیم و فقط هم داشتیم از دست بیژن بنفشه خوا می‌خندیدیم. دلغک بازی در میاد. بعد اینم هم مثلا دیگه اسم ما رو پرسید و مثلا فلان گفتم اشکان اینا رو گفت اشکان جون مثلا فلان و من اصلا پشمام گفتم بابا بیژن بنفشه خوا اشکان جون. بعد جالبیش اینه فرداش من داشتم میمدم بیام هتل اصفهان دوباره مثلا مافیا خودمون رو ران کنیم اینا، دیدم یه آلفا رومئو مشکی از دم پل فلزی اومد شیشه رو داد پایین گفت اشکان جون بیا بالا با هم بریم. نگاه کردم اینا بیژن اصلا کرکوفرم ریختم. چه کانکشن رندومو ببین. بعد جالب مردم اونجا همه تو خیابون داشتن نگاه می‌کردن این اشکان جون کیه؟ بیژن خیلی چیز جالبی بود. شماره‌اش نگرفتی؟ نه حقیقت یعنی اونجوری می‌خواستم مثلا فاز بدی ندم که آره من می‌خوام بندالت شم و فلان اینا، ولی خیلی آدم خاکی و گلی. شاید تو بیژن بنفشه اون یه ماهی که اصفهان بودن تو اون هتل بودن جدی هر روز ما خندیدیم. خیلی آدم باحال و آره از اون سلبریتی‌های درجه 1 و محشر. تو قهوه تل خیلی باحال بودی. کلا خیلی فانه. تو همین سریالم خیلی نقش باحالی داشت. برو بریم. خب بدترین این بهترین سلبریتی بود که دیدی و بکنش بدترین سلبریتی که دیدی. سروش صحت اذیت انقدر خودشو گرفت سر همون سریال، مثلا جواب سلام نمیداد به بقیه. کجا دیدیش مگه؟ کارگردان همون سریال بود دیگه، اونم تو همون هتل بود. یعنی رفتیم سلام آقا سروش.
آره خیلی مثلا خیلی فاز بالا و پایین داشت. در لحظه اینجوری نبود که درگیر بوده باشه. نمیدونم واقعا جاج نمیکنم نمیدونم ولی خیلی دوستش دارم مثلا کانتنت کریتورها نیستن که ببینیمشون. آره من اصلا اینجوری هم نبودم بعد اون بگم بابا سروش صفا من هنوزم برنامه‌هاشو میبینم و چیز ساخت پزشکان کار چیز بود سروش صفا بود کارو بگیر آخه. من همین اکنونی که الان تو فیلمو هم دارم میبینم خیلی حال میکنم کلا با شخصیتش خیلی حال میکنم ولی خب فهمیده برخوردش بعد بود تو همون بکس اونجا چون اونجا مثلا جایی بود که اکثر سلبریتی‌ها رو دیدم همون کیا رو دیدم آره بودن حسن نوری بود بیژن بنفشه‌خواه بود علی مصطفی بود و اردشیر کاظمی نمیدونم الان به رحمت خدا رفته یا هنوز زنده است ان شاءالله اگه هستی نوکرتم. آره این پیرمرده که نقش بابای مهران مدیری بود تو یکی از سریالا نمیدونم به خدا نمیدونم کدوم سریال و میگم پیداش میکنم. آره ولی اردشیر کاظمی هم خیلی بی‌عصاب بود ولی جاج نمی‌کنم تو اقتضای سنش بود 90 خورده سالش ممکنه توی یه لحظه‌ای بوده باشه که حوصله ما رو نداشته حداقل. پس کلا ارتباطات با سلبریتی‌ها تو اون کست اون کافه تو اونجا خیلی قوی بود ولی چند بار دیگه دیدم مثلا از خواننده‌ها مثلا استاد عزیز جان دلم شهرام ناظری رو افتخار داشتم که دیدمش. اردشیر کاظمی زنده خدا حفظش کنه. مرسی از آقای مترجم. خدا حفظش کنه واقعا. بیهایند سین 98 سالشه مثل اینکه 1 year and half to 1 century. 1299 به دنیا اومد. پشما. خاطرات عجیبی میگفت. مینشست تو لابی هتل از یک خاطرات میگه اینجوری هم زمان شاه میگفت. زمان ما قبل شاه میگفت. قاجار 1299 به آره دیگه یه حرفا میزنه ما اینجوری بودیم که حاجی اینایی که تو فیلم سریالا داریم میبینیم مثلا خیلی چیز عجیبیه که مثلا لایو داری اینا رو تعریف سر حال بود سرزنده بود یا ببین تقریبا آره ولی مثلا اینجوری بود که یه دفعه باتریش تموم شد بعد دیگه بی‌عصا واقعا ممکنه مثلا بری سلام کنی برین روت اینجوری یا اینجوری مدیر از فاک افتضاح آره ولی خب آدم باحالی بود اونم. بین کانتنت کریتورهای خودمون تا حالا کسی بوده بخوای باش کار کنی بگه نه یا نشه یا نگی بهش اصلا فکر کنی دستت بهش نمیرسه یا هر چی؟ آره گفتم به یکی و گفت که من بهت خبر میدم و از دنیای گیم ناپدید شد یه دفعه. میتونیم بپرسیم کی؟ آره محمد طالبیان واقعا درود بر محمد طالبیان برگرد. قرار بود خبر بده خداحافظی رفت بچه‌ها آگهی گم شده محمد طالبیان مژدگانی و خیلی حیف محمد واقعا از اون خفنا بود که میگم بازم بازیکست و بازم عشق و علاقه من به اون کانتنت محمد طالبیان حرف نداره ولی خب ناپدید شد کلا. خبری ازش نیست نه تقریبا من که ازش خبری ندارم. اسم میکنم قضیه هایزنبرگی که میرفت اون یارو پول میداد به زندگی جدید براش چیزو یه کاری کرده آفرین رفت بره یه جا زندگی کنه. ایول فیلم یا سریال خیلی رندوم خیلی مودیم تو این قضیه. ببینید در لحظه چی آره یهو اصلا فاز ندارم سریال ببینم و یهو اینجوری هم که فیلمو ولم کن یه سریال فقط یه سریال 10 قسمتی رو بده عشق کنم یه دیسوردت ریزم با هم دیگه بازی کنیم. بین سری نینجا گایدن یا سری دیویل میکرای کدوم دیویل میکرای با عشق زیاد با اینکه نینجا گایدن هم فنشم بشه داشتم اصلا یه 2 دقیقه قبل ویدیو راجع به این حرف زدم چقدر نینجا گایدن رو دوست دارم فکر می‌کردم ولی دانته دیویل میکرای 3 اصلا یه چیزیه که من احتمالاً مثلا 90% بازی عمرم ببازن به اون. خیلی دوستش دارم. خیلی عجیبه. بگم دیگه تموم شد. میخوای بدون دیویل میکرای بپرسم؟ آره دیویل میکرای بزنیم تاپ بده. آره. سری اساسینز کرید یا سری پرنس آف پرشیا؟ سری هر چیزی به جز اساسینز کرید. سری واقعا. سری پرنس آف پرشیا یا سری دارک سولز؟ سری دارک سولز یا سری بلادبورن؟ بلادبورن که البته یه دونه میشه دیگه سولز. آره خب بینش کدومه؟ خب بلادبورن. اوکی. بلادبورن یا سری هالو نایت؟ چقدر باحال. میکرد. بلادبورن. همچنان استیک تو بلادبورن. سری بلادبورن یا سری هیدیس بلادبورن. همچنان اوکی بلادبورن. سری بلادبورن یا سری بلاسفمس؟ وای چقدر سخت. میکردم. بلاسفمس. نه باشا بلاسفمس یا سری ویچر؟ وای نه این خیلی سوال سختیه. ببین گفتی دیویل میکرای تاپ همه گفتن ویچر رو میخواد چیکار کنه احتمالاً مثلا آره اینجا سخت میشد. الان اینو بگو بلاسفمس ویچر واو آره ویچر یا سری تکن البته که مشخصه ویچر آره ویچر یا مورتال ویچر یا لاست آف اس 2 ولم کن ویچر یا رد 2 ویچر ولم کن ویچر یا دیویل میکرای
چقدر بی‌شرفه. بی شرفه. ببین یه توضیح من بدم. بله. اینکه کدوم بازی بهتری اصلا برای من مهم نیست. برای من هست ولی آره اون حسی که از اون بازی میگیری، ریلیت میکنی، بهت حال میده، توش غرق میشی اینا. دیویل میکرای واقعا آره. دیویل میکرای تو چه مقطعی بازی کردی که انقدر براتون دوران راهنمایی بودم. بعد مثلا من گفتم نمیدونم کجا بود، گفتم ویدیو گیم 3 تا برهه برا من داشت که جادوی ویدیو گیم منو تسخیر کرد. این نجات داد. نه من اینجوری بودم که این چیه اصلا؟ این چیه من دارم بازی میکنم؟ گرفت تو خودش. گرفت منو. یکی سگا بود، دوران سگا مگا درایو واقعا. یکیش پلی استیشن 1 بود، یکی پی اس 2. خب و واقعا یکی از علتایی که پی اس 2 منو تسخیر کرد واسه دیویل میکرای 3 بود. واقعا کورکوپا. یکی از میگم اصلا خاطر انگیز وحشتناک. خب وایسا توی پلی استیشن 1 بازی مورد علاقه چی بود؟ پلی استیشن 1 واقعا ویدیوشو با کسرا گرفتیم، میاد به زودی. خدا که دیر میاد. آره یه 2 ماه دیگه میاد. دیدی گفتم این اوردر دارم میذارم ویدیوها رو. طول میکشه. پلی استیشن کراش بندیکوتا رو خیلی دوست داشتم. کراش انتخاب میکنی؟ کراشو دوست داشتم. تو مگا درایو چی؟ سونیک آیکون منه، همه جا عکس پروفایلمه. همون دو بودیه؟ آره. دایره های حلقه‌ای با هم میگرفتی. برو بریم. سونیک 2 با اختلاف. سونیک 2. حالا بین این سه تا کدومو انتخاب میکنی؟ کدوم؟ دیویل میکرای؟ نه مگا درایو، پی اس 1 پی اس 2. پی اس 1 جدی داری؟ پی اس 1 خیلی خاص بوده برای من. چون اولین تجربت با سری کنسول بوده برات خاصه؟ نه اولین تجربه‌ام خیلی زودتر اینا بود. من فامیکام داشتم. نینتندو فامیکام. بعد مثلا همون که میگفتیم میکرو. بعدش سگا 5 تا سگا من سوزوندم. واقعا سلطان سوزاندن سگا بودم من. به افتخار سوزوندن سگا. کار هر کسی نیست. بعد تو این بره خود 5 تا سگاه 12 13 تا آداپتور سگا سوزوندم. یعنی اصلا زیر مجموعه داره. آره قاتل کنسول بودم من. بعد پلیوان جایی بود که مثلا ورود به سه بعدی بود برام. حالا نینتندو 64 درسته ولی تو ایران کامان کسی نمی‌دونه نینتندو 64 چیه اصلا موقع. پلیوان اومد و با اون سر صدا اینا. بعد من عموی مامانم تو کرمانشاه کلوب داشت. حاجی میرفتم کلوبش بازی می‌کردم، گفتم وای این چی؟ بعد فوتبال 98 بازی می‌کردم، گفتم وای این چی؟ چرا اینا سه بعدی ان؟ چقدر خفنه. اصلا کورکوپرم ریخته بود. بچه‌م دبستانی بودم مثلا. اونجا داشت پایه‌گذاری آره. کاراکتر گیمرت شکل آره گرفت. بعد مدارس تموم شد، ما کرمانشاه بودیم. مدارس تموم شد رفتیم کرمانشاه بازی کردیم، پشمام ریخت و اینا. خیلی مثلا در حدی بچه بودم دیگه. حالا اینا رو میگم مسخره نکنیم، بچه بودیم همون. کسی جرئت داره مسخره کنه؟ آشکارتون کامنت ها. مثلا می اومدم خونه دیالوگای بازی رو با خودم تکرار میکردم. مثلا فنای این شورش در شهر و مشتلگت برای خودم مینداختم. خیلی عشق می‌کردم. بعد بابام دید که من مثلا دیگه پشمام ریخته از پلیوان. اومدیم برگردیم اصفهان. من اینجوری بودم که بابا دلم نمیاد مثلا بمونیم یکم بیشتر کرمانشاه. عشق همین بود برم کلوب هر روز عصر و اینا. بابام گفت بیا بریم اصفهان، یه سورپرایز برات دارم. رفتیم اصفهان، پلیوانو گذاشت جلوم تو خونه. از همون کرمانشاه برام خریده بود پلیوانو و گذاشت جلوم. وای من اصلا یکی از بهترین لحظات زندگیم بود. جدی؟ آره بعد 5 تا دیسکم رفته بود رندوم خریده بود آورده بود. چیا خریده بود یادته؟ آره فوتبال هنوز یادشه. آره فوتبال 98 توش بود، تکن 3 توش بود، بعد چیز توش بود خدایا کراش 2 توش بود، سی دی کراش 2. یه بازی بود به اسم دنجر گرلز، فکر نکنم کسی بازیش کرده باشه، فقط من بدبخت بازیش کردم. دنجر گرلز توش بود. آخریش یادم نمیاد، واقعا آخری رو یادم نمیاد. تو همینجا رو گفت. آخری فایتینگ فورس بود، هم که میگفتن شورش در شهر پلیوان. چقدر بازی خفنی بود، چقدر بازی خفنی بود واقعا. بدون دیالوگ، بدون استوری مود مینداخته یه جا بعد دهن یه مشت سرویس می‌کردی فقط بدون هیچ دلیل. خیلی حال واقعا حال می‌داد. میگم مثلا پلیوان برام خیلی عزیزه، برام خاطر انگیزه. بعد دیسکا رو مثلا زور می‌زدم. اون موقع 500 تا 1 تومانی بود دیسک پلیوان. پول جمع کنیم 500 تا هم بریم دیسک جدید. چقدر اسکم شدیم دوران پلیوان. وای کاوری چی بود؟ میرفتیم تو ان بود بازی. این اصلا این من 2-3 جا اینو گفتم. یه بازی بروسلی بود، ما به عشق بروسلی میرفتیم. هی بازی 3 بار من این دیسکو خریدم، فکر می‌کردم مشکل از منه یا خرابه. بازی می‌خریدیم میرفتی تو میذاشی یه مرده بود 2 مسبی بسته بود، یه شلواری داشت اینو. بعد اصلا یه سولز لایکی بود بازی، اینقدر سخت بود. من پدرسگای چیش بروسلی هست، هیچ ربطی بروسلی نداره واقعا. بعد عکس بروسلی رو عکس بروسلی روش بود، عکس اجرا وارد میشود روش.
خیلی عجیب. اسکم و اینجوری. من اسکم یادم زیاد. گاداوار 2 یه بازی کردی گاداوار 2 آره. اون زمان آره. رو پلی استیشن 2 من یه سی دی خریده بودم که این اون مرحله بود که یه زن خداییو می‌کشتی بعد پازل مانند میشد میرفتی یه جا پرتگاه بود بال بهت میداد یه خدای پرواز می‌کردی. آقا من میرفتم لب اون پرتگاه وای میسادم اون خدای نمیومد بهم بال بده بعد میشد برگردی کل مسیر رو. من فکر میکردم یه کار اشتباهی مثلا کردم یه کاریو نباید میکردم حاجی 2 روز 3 روز 4 روز یه جا رو هی دارم میرم میام. من 4 تا دیسک گادافار 2 خریدم رو PS2 خراب بود واقعا. آره. دیسک خراب بود اکسترکتشو به همه رو خراب زدم. اونجایی که اون سلاح اسپیره رو بهت میدا که زدن تو پرندت میری نجاتش میدی از اون از پرنده بعد اسپیره رو برمی‌داری اینا. اونجا پشتش یه پلتفرمینگ داره زنجیر رو میندازی گله این چیزا میگفتی. آره. میرفتم زنجیر رو مینداختم و محیط رندر نمیشد بعد. 4 تا دیسک خریدم تا این درست شد. همش خراب بود اصلا. خیلی چیز عجیبی بود. واقعا عجیب بود. و واقعا به هیچ چیز اصلا جواب نبود. من آره. یادم مثلا تکنا خیلی اینجوری اسکم می‌کردن، آره. سر فوتبالا خیلی اینجوری اسکم آره. می‌کردن و به نظر بدترین بازی که تا حالا ریلیز شده چیه؟ سخته این. آره بدترینا یعنی بشینیم تا صبح برینیم بهش. بام واقعا با فکر کنم. برو بریم. کانکورد بدترین بازی. جدی کانکوردو یهو میگی بدترین بازی دنیا بازی نکردم حقیقتا. البته ایرانی هم میتونم نام ببرم ولی خب نام سفیر عشق واقعا. من بدترین بازی به نظرم گزارشگری بهنوش بختیاری روی فوتبال بود. جدی بد بود. جدی بد بود. کجا کانسپت نمیشونه بهنوش بختیاری گزارشگری فوتبال بعد 4 تا جمله میگفت توپو میگیره شوتو میزنه فلان. بابا بی خیال. سورئال بود. همون موقع بهنوش بختیاری چی میگه؟ بعد یکی دیگه هم بود گزارشگرش. واسه این خارجی‌ها رو گرفتن 2 تا گزارشگر گذاشته بودن. کامنتری یه دونه دستیار فلان. آفرین. پس باز بودی یا فیفا باز همیشه؟ جفتشو بازی می‌کردم و دقیقاً من مقطعی‌ام. یعنی تا 11 پس 11 فیفا انقلاب کرد من کورکوپرم ریخت با یه پس 2013 رو نمیتونی بگی خوب. پس 2013 بهترینه. بهترین فوتباله به نظرم. واقعا بهترین فوتباله قشنگ. و یه دفعه 11 من یه رفیقی داشتم واقعا نمیدونم کجای دنیایی خیلی با هم صمیمی بودیم دوران دبیرستان و اینا. یه رفیق داشتم خشایار جهانبانی. درود بر خشایار جهانبانی. بعد خشی اومد به ما گفت آقا این فیفا فلان شد و اینا. منم مثلا فیفا های 06 و 07 و اینا بازی کردم چه بابا انیمیشن ها این بازی اصلا حالمو به هم میزد به خدا. بعد گفت که بیا 11 رو بیا خونه ما بازی کنیم اینا. این ما رو کم کم فیفا باز کرد و بعد مثلا تا 13 دوتاشو بازی میکردم. بعد فاجعه 14 پس دیگه من رفتم فیفا. کلا دیگه فیفا بازی کردم و به نظرم 5 سال اخیر فیفا هم همون زباله است که به درد دیگه. آره دیگه واقعا همونه. همه بازی کردم که میگم به خدا فکر نکنید خودتو قدر می تو چه بازی خودتو قدر میدونی جز سولزا؟ یعنی میگی ها من بهترینم مولتی پلیر مثلا یعنی چش بسته زدی مورتال کامبت 9 جدی میگی؟ یعنی میگی بست پلیری تو مورتال کامبت؟ نه هیچ من تو هیچی بست پلیر نیستم. همینو میخوام بدونم میخوام خودت تو کدوم گیم خودتو بست پلیر میدونی؟ تو هیچی من بست پلیر هیچ جا نیستم ولی مورتال کامبت 9 خیلی بلدم یعنی عجیب غریب بلدم. برو بریم. یه درخواست دیگه میتونم ازت بکنم؟ میشه کل یعنی تمام کارهایی که کردی و به عنوان مثلا تحلیلگر گیم مثلا یکیش کاری که کردی به بچه‌ها بگی لطفاً. یعنی مثلا حالت رزومه‌ای؟ آره دوست دارم بدونن. حس می‌کنم خیلی‌ها نمیدونن چقدر آدم خفنی هستی. نه واقعا نیستم با اختیار داری. باز فروتنی. و عرض شود که خب بازی سازی بودم، گیم دیزاین کردم، تو خود لول دیزاین هم یه کارایی کردم، پازل دیزاین کردم، اکونومی دیزاین کردم، هم برای بازی پی سی هم برای بازی موبایل. مشاور بودم، کارگاه آموزشی داشتم، مشاور پروژه منظورمه. عرض شود که مثلا تو ساید بازی سازی دارم میگم، مدیر پروژه بودم، اینو نمیدونم گفتم یا نه. ببین همین 10 تا رو نصف بچهای کانتنت کریتور من 5 تاشم میگیرم، نصف این 5 تا دیگه شم دارم. جدی میگم. من یه گله‌ای که دارم مثلا ما میایم حرف میزنیم آقا گیم دیزاین فلان بسان و اینا، خب خداییش اصلا دیدین که همیشه اینجوریم که آقا اینجوری فلان، بازم حالا نظر شما محترم بگین فلان، ولی الان یه مسئله افتاده هر کی ننش قرار گیم دیزاینر تو یوتیوب. به خدا جدی میگم اصلا همه گیم دیزاینرن تو. یعنی بعد من اینجوری هم که خود داداش همتون رو هم دیگه یه خروجی داشتین تا حالا. یه خروجی کیه؟ یه اسم هم بده. یه اسم هم بده. نه
نمیگی یعنی هر کار کنم. بدترینش یه دونه عینک دودید گرد بیار بزنم من. این دومین باره که داره اینجوری میگه تازه. آره واقعا بی رزومه که یعنی مثلا کتاب خوندن تو رو گیم دیزاینر نمیکنه واقعا، جدی میگم. یعنی بریم یه کاریو فقط بخونی. آره تو اصلا هزاری علمشو داشته باشی واقعا اینو نه من که هیچ کس نیستم، بازی سازای بزرگ ازشون بپرس. اینجوری که تو وقتی میای تو پروژه میفهمی برو جاده خاکی ولش کن، اصلا این چیزایی که میدونی نیست، یه جور دیگه از کار کردن، همش تجربیه. دقیقاً همش اکسپریمنتاله، همش مثل آهنگسازی دیگه، تو هر چقدر یاد بگیری چی و بعد کجا بذاری تو اون خلاقیت رو نداشته باشی هیچ کار نمی‌تونی بکنی. بعد تو مثلا گیم دیزاین اینا تازه میگی خلاقیت محدودیتاست که دستتو میبنده، وحشتناکه. یه دفعه هزار تا ایده خفن تو ذهنت مثلا رو کاغذم دیزاین کردی درآوردی چجوری کار می‌کنی، می‌بینی اصلا نمیشه اینو پیاده کرد. بعد مثلا پیاده می‌کنی مکانیک بعدی می‌سازی می‌بینی اوه این دوتا با هم دیگه چه انین اصلا در نمیاد. چه دنیای پیچیده. خیلی من به بچه‌ها گفتم مثلا اینایی که فکر می‌کنن گیم دیزاینه که من یه ایده دارم یا تحلیل مثلا اینا نیست، تئوری همش. آره ریاضیات خار و مادر اصلا اعصاب خورد کنه واقعا ریاضیاتش. آره هم در حد حقوق میتونه سخت باشه نه؟ خیلی فرق داره. والا اگه میدونی تو سر حال نزن. اونم یه مقایسه ریزی بکنیم. آره. چیزی هست که به گلایی تو خونه بخوای گفته باشی یا نگفته باشی تا الان؟ یعنی چیزی مونده که من دوست داشتی بپرسم یا حرفی که خودت دوست داشته باشی نه بزنی؟ خیلی باحال بود اتفاقا، خیلی حال داد بهم حرف زدیم با هم و بچه‌ها این که آره من بازم حرف همیشگی من حرف همیشگی میزنم که خودتون رو از تجربه ها محروم نکنید، یعنی مثلا نچسبین به یه سری چیزا که آقا گرافیک، آقا داستان، آقا فلان. همه تجربه باحال رو تجربه کنین، چون در آخر این من و شماییم که ضرر می‌کنیم به علت تجربه نکردن یه سری چیزای خفن. تجربه کنین و بدون تجربه کردن نظر ندین راجع به هیچ چیزی. یعنی واقعا انقدر بدم میاد. همین امسال مثلا خیلی بازیه که هیت میگن، یعنی مثلا اصلا بازی نگرفته. دارم بیچاره میشم، تو رو خدا کمکم کن. سخت واقعا سخت. خودشون میفهمن. آره قطعا خودشون میفهمن. آره. قطعا جمع شدن دور هم مثلا تحلیل گیم اواردز میدن، بعد نصفشون نصف بازی‌ها رو بازی نکردن. راجع به چی دارین تحلیل می‌کنید؟ حداقل بازی‌ها رو بازی اصلا تو گیم میزان رو ول کن. بازی بکن بازی‌ها رو حداقل بعد حرف بزن. بازیگرای خوبی هم نیستن واقعا نیستن. یعنی ببینی کریرشونو کلا رو افول بوده جز وقتایی که عشقای دل پروموتشون کردن. میگیری چی میگم؟ یعنی عشقای دل اگه یکم بیشتر حواسشون به کامیونیتی باشه نوکرشونه، دورشون میگردن. خیلی خوشحالم که حضور پیدا کردی. من نوکرتم. من از طرف مجموعه دوست دارم از این هیتی که به لاست اف اس دادی یه لگو الی بهت بدم و در حین اینکه داری تکمیلش میکنی بهم حال دلتو میگی برامون درستش کن. من ریدم تو این حال دل. صحبت‌های پایانیه، اینو درست کنی دست می‌زنیم ویدیو تمومه. این اگه واشه من برای قدم بعدی اقدام میکنم حتما. اون اسم رو میخواد داشت. آره ای کاش حداقل از لاستافاس چیز میکردین، ابیو میدادین. حداقل اونو خوشم میاد. نه دیگه گفتم اینم از کدوم تنفر داری، میگیری چی میگم؟ چقدر تو لگو چیز کردن من بدم همیشه. اینو باید چیز کنیم. خیلی متشکرم از بچهای پشت صحنه که چیزایی که من یادم میره حین این که داری اینو درست میکنی بهمون میگی دوست داری کس بعدی که میاد اینجا روبروی من بشینه اذیتش کنم که باشه. آره آره چند تا میتونم نام ببرم؟ 20 40 50 100 200 300. خب پس 3 تا چیز باحال نام میبرم. آخ قشنگ معلومه داری همینه کت الیو در میارم براتون. اولیش که داداشم فیروز واقعا عمو فیروز عشق من واقعا باعث افتخاره اگه بتونم روبروم داشته باشم و باهات صحبت کنم. عشق فیروزو من دعوتش میکنم به این بابا الیش هم فلجه به ما دادین به خدا اصلا دستاشو برعکس داد چپ و راست داشتی میزدی. نه درسته. آره سه تا می‌خواستی بگی. یکی فیروزه یکی عموسیا رو دعوت میکنم چون میدونم به شدت آدم باحال، فان، خاکی، پایه و مهربون و با جنبه. عموسیا من خیلی تو ریلز اکسپلورم دیدمت و جز معدود آدمایی هستی که بازی میکنی حال میکنم. آره واقعا و خوشحال میشم بی نهایت. آره اگه این یهو اوورکتای منو به جون بخری و بیای جلوم بشینی باهم صحبت کنی ممنونت میشم. آره عموسیا بیا که باحال بیا اذیتت کنن بچه‌ها. ما اذیتشون کردیم بیشتر. نفر سوم دوست داری کی باشه؟ نفر سوم درستش دستاشم چپ زدی. آره دستاش جابجاست. بابا درسته. صورتش دووره برای همین آره جابجاست.
نفر سوم فرزاد فانی رو دعوت می‌کنم. فرزاد فانی آره. عزیزم تو ویدیوی قبلی شات اوت اسمت اومد از پشت صحنه با من صحبت می‌کردم، من ذهنم رفت. درود به شرفت عزیز دلم، امیدوارم عالی باشی و فکر نکنم بیاد. چرا میاد؟ چرا خیلی نیاد؟ بهش میاد آدم بیزی باشه. فکر میکنم که باشه ولی خیلی آدم باحالیه. جدی آره آدم باحالیه واقعا. خیلی دوست دارم رو در رو باهاش صحبت کنم. آره. هیچ چرا کس که نه؟ اونجوری که پشت موبایل نیست. حتی مثلا منی که ریلزامو میبینی اون شکلی نیست. حتی خودت تو. من نشی آره. کسی که واقعا شبیه خودتی. نوکرتم. من میگم فقط یه مقدار ورژن بیشورترم پشت. مترجم خیلی حال کرد. خب اینو درست کردی. جایزه این که درست کردی خدا من کمونش میخوام مونده. برای شما یه چیزی برای رفع استرس داشته باشم. شما کف دستتو به من بده، فالت بگیرم. ای وای کلت الی رفت. اجازه بده کف دستمو بدم. این تا پاش نره این تو. بابا خیلی پرتش کنی تو دیوار، خیلی پرتش کنی. درست قول میدم بهتون به خدا. دستتو بیار. اینو از طرف تیم ما داشته باش. هر موقع دوست داشتی اسم عزیزان رنگ شاشو ببری با این بازی کن. آره چه کاریه؟ اسم میخوای بگی با این بازی میکنی؟ چپ و راست حلبی فلان. بچه‌ها بایستن همه چی گفتم؟ تمومیم؟ خیلی دوستت دارم. مخلصم. عزیز خیلی دلم. لطف کردی. واقعا باعث افتخاره که لطف و شما به من کردین که من اینجا میگم من نونیم ترین آدم دنیا روی کره زمین بودم. بچه‌ها قسمت اول مترجم، قسمت دوم اشکان عزیزم واقعا لطف کردن به من که این بها رو به من دادن و شما لطف بیشتری رو کردید که بین این همه ویدیوی ما رو انتخاب کردید و کلیک کردید در و تو اینجا دیدید. اما اشکان برای کسی که تو اینجا دیده خدایی یه چیزی واقعا کارتون بیسته که این همه میشینین من هی حرف میزنم مختون رو میخورم. من الیه رو میخوام درست مطمئن حالا اینو درست نکنم داستان میشه. تو هیتر لستافاسی. تو نمیدونم میخوای به الی بگی فلان فلج. این نمیتونه دستاش درست شه. خدا همه چی هم از این داستانا میکنن. الی درست شد بدون تفنگ. ما الی مهربونی داریم که پی انتقام نیست و تفنگ آخر دوه نداره. آره دست بدیم ویدیو تمومه، چیز دیگه نیست. نوکرتم فدات شم. عاشقتم.